یک جشن حقیقی است. امروز فینال جام تاجیکستان در سال 2024 برگزار می شود و در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان این رقابت دایر می‌گردد. دستایی که به فینال برآمدند اینها دستای خوجند و رگرد دست میباشند. دوستان ارجمند، دو دسته نامدار، دو دسته محبوب و دو دسته سر مخلص در کشورمان که در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان به میدان رقابت وارد می‌گردند. یعنی این میدان بی‌طرف برای هر دو دسته است که دستای مذکور در رفت رقابت امروز میتوانند در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان بازی بهترین خود را به معرض تماشا گذارند. البته امروز مخلصان از هر دو شهر، هم از شهر ترسنزاده هم از شهر خوجند برای تماشای این بازی آمدند و طبق معلومات ها با 40 میکرواتوبوس از شهر خوجند مخلصان برای تماشای رقابت و برای مخلصی دسته خوجند به شهر استرافشان رفتند و تقریبا با 10 میکرواتوبوس از شهر ترسنزاده مخلصان به شهر استرافشان برای تماشای رقابت و البته برای دستگیری دسته ریگر تداز رفتند و این زمان به ما و شما مخلصان هم نشان داده شدند مخلصان ریگر تداز بودند و اکنون فرصت آن فرا رسیده است که فوتبالبازان هر دو تیم به میدان سبزند در سبز ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان وارد بگردند. امروز هر دو دسته آماده هستند تا بهترین بازی خود را نشان بدهند. این نه تنها یک فینال یادی است، این همچنین امکانیت راه یافتن به مسابقه خوروی می باشد دوستان ارجمند، چون دسته که در اینجا غلبه به دست میارد میتواند بعدا شرف فوتبال میهن را در لیگ چمپیون ها در لیگ چمپیون های دو در افک حمایت بنماید و این البته خیلی و خیلی مهم است برای دسته ها راه یافتن به چنین مسابقه با نفوذ، هم برای جایزه و هم برای راحت. امروز مبارزه خیلی هم پرشدت جریان خواهد گرفت. خوب با این زمان دوستان ارجمند بازیکنان ملکه در میدان هستند و اونها پیش از آغاز شدن رقابت البته اونها و همه ما شما با سرود ملی کشور گوش میدهیم. کشور زنده در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان صدا داد و همکنون با یک غرور و ناموس بیاندازه این ورزشگران این فوتبالبازان به میدان رقابت برای نشان دادن بازی بهترین مربیان هر دو دسته و من ستودی مربیان هر دو دسته دستشوری میکنند چون الان پیش از رقابت و همه این دستشوری ها تنها تا آغاز بازی هستند، تنها تو صداوشتک دوور هستند و باز بعد از صداوشتک دوور این زمان دسته رگرد دست دوستان ارجمند در روی اکران ما شما قرار میگیرد و باید اشاره کرده شود که هرچند تغییرات خیلی هم کم باشند ولی در حیات دسته رگرد دست به فرق از بازی گذشته اونها دیده میشوند. 4-1 با چنین ترتیب امروز زیندین رحیموف بازیگران این دسته را به میدان رقابت وارد میگرداند
و البته این بوچی انجام خواهد یافت. همه ما شما در اختلافات موزه متوجه خواهیم گردید. محض برای همین جام امروز مبارزه خواهد بود جام تاجیکستان که البته تاریخی واقعا غنی دارد و به ما شما همچنین دوباره نشان داده میشوند. امروز سعیدجان زنیدینوف بازی را کمی میکند و باز البته میتوان گفت که وارم هست. فراموش نکنیم که امروز در حجره ویدیو دووران البته متخصصان میهن کار فعالیت خواهند داشت. این هیئت دسته خوجند است. رستم خوجاєв امروز چنین بازیکن را به میدان رقابت آورد. سالکای شما خبر دارید از برنامه پیش از این رقابت که پیشکش شما کرده شده بود که یکی از نمایندگان اساسی دسته خوجند عبدالمجید سردیوک در بازی موزه شرکت ورزیده نمیتوانند و نفران دیگری هستند که میتوانند روی وزن بنمایند و بازی خوب خود را در رفت رقابت موزه نشان میدهند. این زمان کاپیتانان هر دو تیم در نزد داور بازی موزه قرار میگیرند. توپ را از مرکز میدان کی به بازی وارد خواهد کرد این را معین میکنند و همکنون میتوانیم شما را با هیئت اساسی هر دو دسته شناس بنماییم. بار دیگر دسته خوجند با ترتیب جوگیرشوی یعنی با سخما به شما نشان داده می شود که امروز 4-4-2 با چنین ترتیب وارد میدان خواهند شد. بازم در رفت بازی مشاهده خواهیم کرد چون که برخی از تغییرات خواهند بود. این زمان فوتبال موسی چنانی است که با یک شکل جوگیرشوی دسته از اول تا آخر در میدان نیستند. یعنی میتواند در خط دفاع دیگر باشد، در خط هجوم دیگر باشد، با توپ دیگر باشد، با پرسینگ دیگر. یعنی این همه جزئی هستند که خاص با فوتبال موسی می باشند و چون فوتبال تاجیک هم یک جزئی فوتبال جهانی موثر است. در فوتبال ما این چیز دیده میشه. تغییرات ها میشوند در رفت رقابت که مدخل بازیگران عوض کرده میشه. همین را ما شما در رفت رقابت متوجه خواهیم شد و این زمان باید هیئت دسته ها را با شما شناس بنماییم. هیئت پررای دسته رگرت است، یعنی من در نظر دارم 11 نفری که در میدان خواهند بود از آغاز رقابت. چنین است رقم 33 دروازه‌بان مانوئل پانی، بعدن بازیگران دیگر رقم 4 کاپیتان دسته بختیار قلندرов، رقم 44 این جوزف فیومبا است. تحت رقم 5 عثمان قاسم در نمایی میکند. رقم 66 اسیلبек تامиров، رقم 55 اکوای بورتی تحت رقم 8 بازی میکند سعید مختار عظیموف. شورات المرادوف رقم 14 است. رقم 47 شیرزاد محمدیف تحت رقم 7 شرفجان صالح بازی میکند و بعدن رقم 9 این البته کوادو فریمپونگ است که در خط حمله هنرنمایی خواهد کرد. خوب سرمربی دسته مذکور لکای با شما گفتیم زیندین رحیموف است که دسته را اکنون با فینال جام تاجیکستان برآورد و در فینال اکنون کوشش خواهد کرد تا بازم با این دسته پیروزی خود را به دست آورد. خوب متوجه میشویم با هیئت دسته خوجند. اینجا سفرمند غفارов رقم 63 در خط دروازه صداش تک دوبار بالا میگردد و فینال جام تاجیکستان در سال 2024 رسما هم اکنون آغاز میگردد. من گلروز خمرانزاده هستم که این بازی را برای شما شرح و توضیح میدیم و هیئت دسته خوجند با تعویض است. دروازه را گفتیم سفرمند غفارov رقم 63، رقم 5 فردوس عبدالسلیمov، رقم 6 دورونجان ارگاشев تحت رقم خوب 3 بازی میکند تونی بیکاتال. فیروز خرایف رقم 23 است. رقم 97 سرگئی تسکانیان، رقم 8 احسان بابایف، رقم 22 این جسور قربانوف است. تحت رقم 17 اسلامجان تاشپولوتوف در میدان باشد. رقم 13 نوزین باباجانوف و رقم 19 باشد دیان تومباس. برخی از بازیگران هستند در هیئت دسته خوجند که دسته رگرت برای اونها بیگانه نیست. میتوان اینجا فیروز قرایف و نوزین باباجانوف را اشاره کرد که اونها دست پرورانی مکتب فوتبال شهر فوزاده و دسته رگر تدرس میباشند. یعنی اونها بر مقابل سابق دسته خود امروز در میدان هنرنمایی میکنند. دوران رقابت امروز را مکنون با شما شناس میکنم دوستان عزیز. اینجا داور اساسی سعیدجان زنیدینوف است. داور فیفا شهر دوشنبه با کمک میرساند خسرو صدیقزاد. یاور داور فیفا از شهر دوشنبه از کنار دیگر جورابک صادقوف است. داور درجه یکم از ناحیه ورزاب و داور چهارم باشد بختیار کاملوف
дували дараҷаи якум аз шаҳри куло мебошад. дар рӯжаи вар нафари асосӣ Аскар Наҷафалиев аст. ин мутахассис дувари фифа аст аз кишвари Узбекистон, яъне барои шаффоф ҷараён гирифтани ин рақобат мутахассисон аз хориҷи кишвар ҳам даъват карда шуданд. ва ёвари ӯ Шарифбек Нуриддинов аст, дувари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе, ва як ёрдамчии дигари онҳо ба ҳайси наворбардори вар Абубакр Муҳаммадов аст аз шаҳри Душанбе. Комиссари бозӣ Суроб Ҳамидов аз ноҳияи рӯдакӣ ва музелдоварон Раҳмон Муртазоев. тавассути канор имконияти ба ҳуҷум гузаштанро меҷӯянд футболбозони дастаи Хуҷанд, вале инҷо ба ҳамла гузаштан барояшон воқеан ҳам душвор буд, чун тавассути канор тавре мушоҳида кардем онҷо бозигарони Шаҳртонсозода мавқеъҳои дуруст ва хуби худро ишғол карданд, ин вазъиятро бартараф намуданд. аз дақиқаҳои аввал эҳсос мегардад ки дастаи Хуҷанд хатти дифоъро баландтар баровардааст. хатти дифоъи тим тақрибан ба маркази майдон омад, дар прессинг онҳо ширкат меварзанд ва кӯшиш мекунанд то бо чунин фишороварии худ, бо чунин прессинги худ дастаро, яъне дастаи рақибро дар як ҳолати ногувор қарор бидиҳанд, вале ин прессинги баланд метавонад худи онҳоро дар ҳолати ногувор қарор бидиҳад, чунки ҳамлаҳо яке паси дигаре метавонанд ҷараён бигиранд. дарозамон инҷо аввал иншоатобро мегирад ва ҳуҷуми навбатии дастаи Хуҷанд аз хатти дифоъ оғоз мешавад. бо пасҳои кӯтоҳ ва миёна кӯшиш мекунанд футболбозони Хуҷанд то аз хатти дифоъ ба хатти ҳамла бароянд. ҳарчанд инҷо ба мо шумо нишон дода шуд ки ва гуфта мешуд ки метавонад дастаи Хуҷанд ҳамчун дастае бозӣ кунад таҳти рақами 2 дар назар дорам аз контрҳамлаҳо, вале аз оғози рақобат ин чиз ба назар намерасад. онҳо метавонанд ҳамчунин дастаи якум ҳам дар майдон бошанд ва дастаи Регартадаз метавонад бисёртар мавқеъро дар хатти дифоъ бигирад ва дар инҷо албатта метавонад як ҳолате бигардад ки дастаи Регартадаз бисёртар мутаваҷҷеҳ мешавад ба контрҳуҷумҳо ва аз чунин ҳамлаҳо, аз аксулҳамлаҳо истифода бибарад, чун айни замон мушоҳида мешавад ки бисёртар тӯбро дар назорати худ футболбозони шаҳри Хуҷанд қарор доданд. пас бақи инҷо Цканян мутаваҷҷеҳ мешавад ба ҳуҷум ва қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. тавре дар ҳамин фурсат мо мутаваҷҷеҳ гардидем чӣ гуна Сергей Цканян талош намуд аз по афтид каме усеб ҳам бардошт ва мутаваҷҷеҳ мешавем бор дигар мо ба ин вазъият аз чанд зовияи дид мо ин ҳолатро мушоҳида кардем. Аквае Бортей ин ҳолатро бартараф кардан тавонист. Рустам Хоҷаев, дӯстони арҷманд, самураббии дастаи Хуҷанд аст. бинандагони азиз ки ӯ албатта аз дастаи мазкур рафта буд, боз омад. хулас муносибатҳои ӯ бо дастаи Хуҷанд маълум ҳастанд. чандин борҳо баргашт ба дастаи Хуҷанд ва тавониста аз вартаи нокомӣ ин тимро наҷот ҳам бидиҳад дар ҳолатҳои душвор. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин вазъият. ҳолати хуб метавонад бори бозигарони дастаи Хуҷанд пайдо шавад. ҷасур Қурбонов айни замон дар назди тӯб қарор дорад. 5 нафар аз бозигарони Хуҷанд дар дохили ҷаримагоҳ мавқеъ худро аллакай гирифтанд. дар деворчаи дифоъи сунъӣ танҳо 2 нафар ҳастанд, чунки аз ин мавқеъ зарба задан то нузеъ ба тарафи дарвоза мушкил аст. зарба задан ку мешавад, аммо гол задан мушкил аст. хуб мехост ҷасур Қурбонов замини зарбаашро иҷро бинамояд, мушкил буд. онҷо бар сурат тӯб ба девори дифоъи сунъӣ расид. акнун дастаи Регартадаз расман аз нигоҳи иштирок, аз нигоҳи миқдори иштирок дар финалҳои ҷоми Тоҷикистон ва зинаи аввал баромад. ин 15-умин иштироки дастаи Регартадаз дар финалҳо аст. партоб ба дохили ҷаримагоҳ, чӣ гуна вазъияти хавфноки голзанӣ ба вуҷуд омад. зарбан ба тарафи дарвоза иҷро гардид. хеле ва хеле имконияти хуб буд инҷо Даврон Эргашев, капитани даста, ҷасти худро иҷро намуд, зарба ҳам зад, вале ин зарба каме нодақиқ рафт. бисёр имконияти хуби голзанӣ дар оғози рақобат барои футболбозони дастаи Хуҷанд. Занеддин Раимов, дӯстони арҷманд, мутахассиси шинохтаи футболи тоҷик, самураббии дастаи Регартадаз аст ва албатта дар мавриди иштироки дастаи Регартадаз дар финалҳои ҷоми Тоҷикистон
ишора кардем аз нигоҳи иштирокам ин даста айни замон баз ин аввал баромад ва ҳамчунин ин даста дар финалҳо аз ҳама бештар ба бухт дучор ҳам шудааст. инҷо ирсол ба дохили ҷаримагоҳ расонида мешавад. вазъияти хуб меҷояд футболбозони Регартадаз, онро Шарафҷон Солеҳов кӯшиш намуд. ҳатто дар куҷое мутолиа кардам ки ин иштироки 14-уми дастаи Регартадаз дар финалҳои ҷануб Тоҷикистон аст, вале на, ин маълумот хатост. ин 15-умин иштироки дастаи Регартадаз дар финалҳои ҷануб Тоҷикистон мебошад ва ин тим аз дастаи Истиқлол аз ин нигоҳ аллакай пеш гузашт. чун Истиқлол 14 маротиба дар финалҳо ширкат варзидааст, дастаи мазкур 10 ғалабаам ба даст овард ва дастаи Регартадаз бошад ин иштироки 15-уми ин тим дар финалҳост ки мо агар мутаваҷҷеҳ шудем Регартадаз дар 6 финал ғалаба кардааст ва 8 финалро бо бухт анҷом додааст. яъне аз 14 финал дар 8 он шикаст хӯрдааст. ин хеле зиёд аст, ин албатта зиёд аст. ва Хуҷанд бошад, барои Хуҷанд ин муҳимин иштирок аст. метавон гуфт ки дар мусобиқаҳои системаи ҷум дастаи Регартадаз ва Хуҷанд муваффақ ҳастанд, чун 9 иштирок дар финалҳо ва хуб 15 иштирок дар финалҳо ин кори андак ва шӯхӣ нест. на ҳар даста ба ин муяссар мешавад иштирок дар финалҳо. хуб иштирок дигар аст, финал кулан бузии дигар мебошад ва ғалаба дар он ин кулан масъалаи дигару гапи дигар. ҳамеша новаст аз он ки кадом дастаҳо ба финал рохат мегиранд пеш аз бузӣ имконияти ҳар даста 50-50 гуфта мешавад ва имсол бо дар назар дошти он ки дастаи Истиқлол рохат нагирифт ба финал ки соли 2023 маз Истиқлол қаҳрамониро ба даст оварда буд. онҳо қаҳрамон буданд ва аллакай дақиқан албатта қаҳрамон дастаи дигар мешавад, чун Истиқлол аз идомаи роҳи мубориза бенасиб шуд ва рӯи Истиқлолро дастаи Регартадаз қатъ намуд. онҳо дар бозии аввал, ман дар назар дорам футболбозони Регартадазро, бо ҳисоби 2-0 дар хонаи Истиқлол дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ бо ҳисоби 2-0 тавонистанд дастболо шаванд ва бозии дуввум дар шаҳри Турсунзода дар варзишгоҳи Талко Арена бо ҳисоби 1-0 бо ғалабаи Истиқлол ҷанбаст шуд, вале бо ҳисоби умумии бозиҳои рафту баргашт, яъне бо ҳисоби 2-1 дастаи Регартадаз пирӯзиро ба даст овард ва роҳ пайдо намуд ба ҳамин марҳила, ба бозии финалии ҷоми Тоҷикистон. яъне на ҳар даста метавонад Истиқлолро шикаст бидиҳад, ҳатто дар рӯзҳои на он қадар хуб барои ин тим. партоб ба дохили ҷаримагоҳ расонида мешавад. вазъиятҳои стандартӣ бисёр ҳам яроқ ва аслияи хуби дастаи шаҳри Турсунзода мебошад. ҳатто худи бозигарони дастаи Хуҷанд ин чизро хеле хуб пай мебаранд, чунки бозии охирине ки дастаи мазкур дар варзишгоҳи Спартак дар шаҳри Хуҷанд байнам баргузор карданд, 2 голро футболбозони Регартадаз аз стандартҳо заданд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ расонида мешавад. имконияти навбати зарба ва гол! ман чӣ гуфтам? ман гуфтам ки вазъиятҳои стандартӣ аслияи хуб ва яроқи беҳтарин барои Регартадаз ҳастанд ва бозам як вазъияти дигари стандартӣ ба вуҷуд меояд ки он бо гол анҷом меёбад. дӯстони арзманд, ҳисоби рақобат кушода мешавад бинандагони арзманд ва ин голро осонан Қосим ба самар мерасонад. легионери дастаи Регартадаз ҳисоби рақобатро дар дақиқаи 11 1-0 мегардонад. Заидин Раҳимов ягон вокуниш намекунад. инҷо ӯ ягон амалеро иҷро намекунад. маълум аст ки ӯ албатта хурсанд аст, вале айни замон оғози рақобат аст. ӯ ки дар футболи меҳан гурги борондида аст, хеле хуб дарк карда метавонад ки ин танҳо оғози кор аст. вале мутаваҷҷеҳ мешавем ки тӯбро инҷо Усман Қосим тӯбро вориди дарвоза накард. ба назарам Тони Бикатал голро ба самар расонд. яъне ин бояд дафта гол бошад. бале, легионер голро зад, вале фарқият инҷо ҳаст. на легионери дастаи Регартадаз, балки легионери дастаи Хуҷанд.
Osman Kasim. حتی برنده میدان هم که همکار ما مهرور کشور است اشاره میکند که گل را عثمان قاسم به ثمر رساند، ولی در لحظه تکرار که البته بازم به ما شما نشان داده می شود اینجا خود گل یعنی افتگال است و آن را تونی بیکتال به ثمر رساند. بله و مکنون برنده میدان هم همین گفته های ما را تکرار میکند. تونی بیکتال خود گل با اصطلاح افتگال را به دروازه خود میزند و حساب رقابت 1-0. ولی این دلیل آن که وضعیت استانداردی رگات دست خیلی خوفناک هستند بیکار کردن نمیتواند و انکار کردن نمیتواند. دوران ارگاشف البته در چنین بازی‌ها اگر گل زود هنگام به ثمر رسانیده شود این معنی را دارد که مخلصان میتوانند یک بازی واقعا جالب را تماشا بنمایند، چون که گل یک دسته دیگر را وادار میکند که به خط هجوم گذارد. اگر برعکس باشد این خیلی عجیب می شود. یعنی گل دسته رگات از عین زمان خوجند را وادار میکند که مویل به خط حمله باشد، تنها به خط هجوم گذارد تا هرچی زودتر حساب بازی را برابر بنماید. پس به مرکز بازیگران دسته رگات از مرکز میدان حمله نوبتی را آغاز میکنند، ولی در مرکز توپ گرفته می شود. حمله خیلی خوب فوتبال بازان دسته خوجند پرتاب به داخل جریمه گاه اجرا کرده شد، ولی اونجا تنبست هم به توپ رسیدن نتوانست، هرچند پس محض به نشانی او روان گردید. رستم خوجایف اکنون با شاگردان خود باید توصیه بدهد و عموما این زمان او اندیشه کرده شده است که چگونه میتواند این بازی را و رفت آن را دیگر نماید، چون اگر رفت آن و جریان آن به نفع دسته خوجند بگردد، یعنی خوجند بازی و توپ را اداره کند و حدود را تحت نظارتش قرار بدهد، این میتواند تاثیرگذار به حساب رقابت هم شود. فینال 33 جام تاجیکستان از دوستان ارجمند، البته در زمان صاحب استقلالی اگر ما این چیز را حساب کنیم به نظر گیریم و البته اگر با تاریخ این مسابقه ما سر بزنیم معلوم می شود که این مسابقه یکی از کهن‌ترین مسابقات در فوتبال میهن می باشد که از زمان در اتحاد شوروی بودن تاجیکستان این مسابقه پیوسته برگزار می‌گردد. ولی اکنون البته بسیارتر ما شما محض با زمان صاحب استقلال متوجه می‌شویم که تاجیکستان صاحب استقلال در این زمان در فوتبال واقعا پیشرفت‌های خوبی کرد و اشتراک دسته فوتبال در جام جهان برآمدن منتخب تاجیکستان و مرحله فینالی جام آسیا و رفتن تا دور چهارک‌نهایی همه این البته خود از همان دلالت می‌دهد که واقعا فوتبال در میهن پیش رفته ایستاده است و از این هم پیش می‌رود. بازم نتیجه بهتر من را از پیش انتظار هستم. یکی از این دسته ها در موسم 2025-2026 در لیگ چمپیون‌های دوم شرکت می‌ورزد. از این لحاظ این همان دسته‌ای هستند که باز شرف فوتبال میهن را در قاره حمایت می‌کنند. فرمت مسابقه هم یعنی ترتیب برگزار شوی آن هم امسال تغییر یافت در نظر داشته می‌شوند. البته همون بازی‌های رفت و برگشت که قبلا در اون مرحله اونا بودند در مرحله پیش از فینال و همچنین باید گفت که باز اینجا مبلغ جایزوی هم است که اون 60,000 سومونی میباشد. 60,000 سومونی به یگان دسته خلل نمیرسانند
غیر از جایزه. بینید که هم جایزه است، جایزه را یک دسته به دست می‌آورد، رخصت مسابقه قروی را به دست می‌آورد و 60,000 سومانی دیگر. مخلصان دسته رگاتا دست خورسند هستند و فریمپونگ و هم دستای خورسند هستند، از خورسندی بر رقص می‌درآیند. میتوانند فوتبالبازان رقص کنند، میتوانند مخلصان هم برعکس درآیند، چون که در دو دقیقه 18 ملکه حساب رقابت 2-0 است. اصلا در فوتبال گل‌های زود را تا دقیقه 20 میگن، یعنی تا دقیقه 20 یک دسته اگر گل زند اون گل‌ها را گل‌های زود میگویند و تا دقیقه 20 ملکه حساب 2-0 است. با ما نشان داده میشود بار دیگر فریمپونگ و موقع گرفته او هیچ کس اصلا با او خلل وارد نکرد. او توپ را قبول کرد، میتوانست چای کبود را در داخل جریمه‌گاه نوش جان کند و بعدا ضربه زند. ببینید یک خالگی است اونجا، هیچ کس بر مقابل فریمپونگ مبارزه نمیبرد و البته فریمپونگ که حمله‌گر است چگونه او چنین امکانیت را استفاده نبرد. او چنین امکانیت را انتظار است و همیشه اون را استفاده خواهد کرد. گل حساب کرده می شود، هرچند البته دلخواه گل تفتیش کرده می شود از جانب اون نفرانی که در حجره ویدیوداوران قرار دارند، ولی این گل با رعایت کردن تمام قانون و قاعده های فوتبالی زده شد. توجه میکنیم به این حمله، پس رسانده می شود به مرکز، ارسال به طرف جریمه‌گاه. حمله نوبتی را میتوانیم متوجه بگردیم در مرکز میدان. قاعده بازی بر مقابل اسلام جان تاشپولات ویران کرده شد. توسط کنار متوجه میشیم و حمله دسته خوجان پرتاب به داخل جریمه‌گاه. اوت بر نفی دوزن خوجان دبرالکای از دوزن پرتاب نه پرتاب هول انتظار است هم دسته خود را پس به داخل جریمه‌گاه. و بینید من به خاطر شما میارم یک حالت دیگر را هنگامی که دوران ارگاشف کاپیتان دسته خوجان بهترین امکانیت داشت و با سر ضربه زد، ضربه با گل انجام نیافت، حساب رقابت اونجا 0-0 بود. دوران ارگاشف اونجا اگر گل میزد البته بازی کلا رنگ دیگر میگرفت، به طور دیگر جریان میداشت و برای همین هم میگویند که در فوتبال امکانیت به وجود آمده را استفاده بردن خیلی و خیلی مهم است، چون که اون باوری میبخشد. اینجا بار دیگر ما با اون حالت متوجه میشویم که چگونه فریمپونگ از پا افتید. با کمک دکتران او نیاز دارد. اینجا از یک طرف البته اوسیبیوس و از طرف دیگر چون این حالتها سرعت بازی رقیب رو میکشند. بار دیگر با ما گل زده فریمپونگ نشان داده میشود چگونه در داخل جریمه‌گاه موقع خالی را پیدا کرد. البته برای او فضا خالی بود. بینید دوران ارگاشف با نفر دیگر مبارزه برد، دفاعگر اساسی دسته خوجان و قفس سینه توپ را قبول کرد، با سر اندیشه نمود و با پای ضربه زد. و ما ارتیام سردیوک نشان داده میشود دوستان عزیز در پیش همچنین تویر جان مومینوف هم قرار دارد که در دو فینال اخیر او با دستای کوکتاش و روشن تا به فینال برآمد، ولی در فینال شکست خورد در هر دو حالت از دسته استقلال. تکانیان ارتیام سردیوک البته با ما و شما بچه خود نشان داده میشود، او یکی از حمله‌گران اساسی دسته خوجند است. او کارت سرخ گرفته بود، با سبب کارت سرخ خود در بازی امروز شرکت ورزیده نمیتواند. اینجا شهرت المرودوف نیم حمایتگر دسته رگارتا است در زمین نشسته بود، کمی لط خورد ولی از جا بالا نشود و بازی را میتواند که ادامه بدهد. مخلصان دسته خوجان دوستان ارجمند با ما و شما نشان داده میشوند. امروز شماره زیاد مخلصان به ورزشگاه مرکزی شهر سرافشان آمدند، چون البته چنین امکانیت برای مخلصان
дастаи хуҷанд ҳаст, чун аз хуҷанд то Равшан рафтан осонтар ва ба маротиб осонтар аз он ки агар аз Шаҳртонсузода то ба хуҷанд мо қиёс менамоем. яъне инҷо ман масофаро дар назар дорам. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин ҳолат чӣ гуна дар камро қоидияи бозӣ бар муқобили Цканян вайрон карда шуд. аз хуҷанд то Равшан тақрибан хуб 1 соат рох аст бо автомобил. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва ин вазъият бартараф карда мешавад. метавонад ба аксуланглак гузаранд бозигарони дастаи Регартадаст. инҷо камилат хурд Нозим Бобоҷонов дар рақобат бо Шурат Элмуродов. бале дастфишурӣ аст, дӯстӣ аст, рафоқат аст, чун ки дар ниҳояти кор футбол ин бозӣ аст. вале муносибатҳои инсонӣ, хислатҳои шоиста ва ҳамидаи инсонӣ бояд дар мадди аввал бошад. Нозим Бобоҷонов инҷо Фримпонг тӯбро қабул мекунад, метавонад ба ҳамла гузарад. Фримпонг дар маркази майдон тӯбро аз даст медиҳад ва метавонем ба ҳамлаи дастаи хуҷанд мутаваҷҷеҳ бигардем. чӣ гуна тӯбро қабул кард Ҷасур Қурбонов. як ирсоли дигар баъдан тӯб ба канор меояд. инҷо Нозим Бобоҷонов муборизаи худро идома медиҳад. паси Нозим ба ақиб Сергей Цканян. ҳаракат ба марказ, пас ба дохили ҷаримагоҳ ва ин вазъият бартараф карда мешавад. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Регартадаст, пас ба марказ ва бинед ки агар инҷо Шурат Элмуродов тӯбро қабул мекард, ӯ ва Фримпонг ду ба ду ба ҳамла мерафтанд. пас ба хати ҳуҷум имконият метавонад пайдо шавад барои дастаи хуҷанд ва бозам имконият надоданд ба Тумбасдеян ва легионери дастаи хуҷанд то тӯбро қабул кунад ва ҳамларо идома диҳад. умуман бехато айни замон бозӣ карда истодааст Регартадаст дар хати дифоъ, бар истиснои ҳамон ҳолате ки имконият дода шуд ба Даврон Эргашев то зарба бизанад. албатта онҷо гол нашуд. инҷо як зарба ба тарафи дарвоза ва тӯб онҷо ба тарафи мухлисоне ки нав даромада истодаанд зада мешавад. эҳсон бобоев бо чунин зарба ба онҳо ишора мекунад ки бояд онҳо 24 дақиқа пеш ҳадақал ба варзишгоҳ меомаданд, чунки бозӣ 24 дақиқа пеш аз ин оғоз шуда буд. бар истиснои ҳамон ҳолате ки гуфтем зарба зад Даврон Эргашев дар дохили ҷаримагоҳи Регартадаст, имконият пайдо намуд. онҷо иштибоҳи хати дифои бозигарони дастаи Регартадаст буд. ва баъд аз он дигар мо шумо ягон имконияти бозигарони дастаи хуҷандро надидем. осеб дорад Косим Усуман. ӯ андаке лад хурд, довар ба наздӣ омад Саёдҷон Зайниддинов то аз саломатиаш воқиф шавад ва коргардон дарҳол ҳамон ҳолатро ба мо нишон медиҳанд ки чӣ гуна инҷо мубориза буд Исломҷон Тошбулотов ва ин мубориза ё бар муқобили Усуман Косим дарднок шуд барои легионери дастаи Регартадаст. дар финали ҷоми Тоҷикистон аз нигоҳи доварӣ албатта бояд беҳтаринҳо бошанд ва бояд беҳтаринҳо қазоват кунанд. бе ягон шаку тардид дар ин замон дар футболи тоҷик хуб аз нигоҳи доварӣ Гулмуҳоди Саъдулло ва Саёдҷон Зайниддинов ду довари беҳтарин ҳастанд ва ин ҳам гӯем дар ҳоли ҳозир бурони қотеъ аст, чун Гулмуҳоди Саъдулло дар хориҷи кишвар айни замон қарор дорад, яъне бозии қоравиро ҳакаме мекунад. интихоб аз сари Саёдҷон Зайниддинов уфтод ва ёваронё. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи дастаи хуҷанд. дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Нозим Бобоҷонов тӯбро ба ҳамласои дигари худ мемонад. Даврон Эргашев
فردوس عبدالسلیموف ارسال فردوس با خط هجوم و داخل جریمه‌گاه ناظم باباجانوف این زمان با توپ قرار دارد، بازم در نظارت توپ است. پس باقی امکانیت برای ضربه زنی جسور قربانوف نتوانید ضربه را اجرا بنماید و عکس الحمله دسته رگارد است. فریمپونگ پرتابی با کنار شرفجان صالحوف مبارزه برد و او در این مبارزه توپ را از دست داد، چون که دو نفر اینجا تلاش کردن و توپ را از نزد پل هیو گرفتن. ارسال نوبتی با کنار مبارزه برد سرگئی اسکانیان، توپ را هم گرفت ولی بعدا توپ راست به نزد پانی مانویل دروازه‌بان دسته رگارد دست می‌رود. ضربه به خط هجوم احسان بابایف اکنون توجه بازیکنان رگارد است با هجوم کمتر است. اونها غیر از یک نفر غیر از فریمپونگ دیگران هم در نزدیکی جریمه‌گاه خود قرار دارند، یعنی دیگران از توپ عقیب هستند. یعنی این اصطلاحات در فوتبال از توپ پیش و از توپ عقیب بودن معنای در هجوم و در دفاع قرار داشتن را میکند که این زمان تنها فریمپونگ از توپ پیش است، دیگران از توپ عقیب. پانی مانویل از نزد دروازه‌اش توپ را به بازی خواهد آورد، یعنی اینجا ضربه کنجی هم نیست. به خط حمله رسانیده می شود، اونجا مبارزه میبرد دیانتون بس برای گرفتن توپ و حتی از جریمه‌گاه هم بیرون شد. پانی مانویل یعنی حق نداشت توپ به دست بازی کند، اما پایای خود را هم درست استفاده کرد. فردوس عبدالسلیموف پاس با دبران ارگاشف. البته با آمدن دورانجان ارگاشف خط دفاعی خوجان خیلی بهتر شد، یعنی اونجا انتظام پیدا گردید، اینجا موازنت بین خط دفاع و نیمه حمایه درست شد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه اینجا دروازه ما باید توپ را میگرفت، این وضعیت برطرف کرده شد و داور با پنالتی باید اشاره کند. بله اینجا پنالتی بود، اینجا پنالتی بود. از عقیب ضربه بود، از عقیب ضربه بود با پای رقیب. پنالتی تعیین می‌گردد دوستان ارجمند در دقیقه 30 و سیاجان زیدین عموما فکر اندیشه هم نکرد، در حال به نقطه ضربه 11 متره اشاره نمود، چون که اونجا قاعده بازی بران شد. اینجا اشتباه خط دفاعی دسته رگارد است بود، متوجه شوید. بار دیگر ببینید عثمان قاسم توپ را باقی و میدهد تا پانی مانویل اون رو بگیرد، ولی اون نگرفت، حرکت نکرد به نزد توپ. بله و بعدا ضربه با پای فیروز قرایف بود. داور این چیز را مشاهده کرد، موقع داور را بینید، او این حالت را متوجه می شود و از عقیب مشاهده می کند که چگونه ضربه با پای فیروز قرایف می رسد. این پنالتی است، این پنالتی است دوستان عزیز و اکنون امکانیت برای فوتبال بازانی دسته خوجان پیدا می شود تا از پنالتی یک گل را به هدف رساند. خوب داور مشارکت خود را شاید به انجام رسانید، لکه با نفرانی که در رجوع ویدیو داوران قرار دارند. با اسکر نجف علی و شریف بیک نورالدین. خوب سرگئی اسکانیان در نزد توپ، ضربه یوفا دروازه بر میگرداند، یک ضربه دیگر. او پانی مانویل دروازه‌بان اصلا در همون وقت میتوان گفت که دروازه‌بان هم خطا کرد، چون حرکت به طرف توپ نکرد، با این سبب پنالتی شد و پانی مانویل توپ را گرفت. از پنالتی دروازه‌بان دسته رگارد است ضربه زده سرگئی اسکانیان را میگیرد. توجه میکنیم به این پنالتی، سرگئی حرکت میکند، سرگئی ضربه میزند و سرگئی این چی ضربه است. اسکانیان هم بلندیان قلای است، با کنج دروازه زدن نشد،
ва барои дарвозабон зарбае ки баргардониданаш қулай бошад, ана ҳамин зарба буд. тавассути канор ҳамлаи навбатии дастаи регартад аст. онҷо кӯшиш бенатиҷа ба анҷом расид. қоидаи бозӣ барои нашуд, ҳарчанд онҷо Шаратон Солиев аз по онҳо афсида бошад. Асаид Мухтор Азимов. خب باز هم چه اشاره‌هایی میشوند با سیاد زین‌الدینov. چی از اول اشاره کرده میشود که پنالتی از سر نو زده شود. پنالتی از سر نو زده می شود دوستان عزیز. پنالتی از سر نو زده خواهد شد. اگر من همون اشاره سیاجان زیدی رو درست فهمیده باشم، پس پنالتی باید از سر نو زده شد. این باز هم همون حالتی که پنالتی گذاشته شد. برای چنین قاعده بناکنی پنالتی تعیین گردید و برای چی دروازه‌بان از موقعش بیرون برآمد. بله، با احتمال غالب دروازه‌بان از موقعش بیرون برآمد. این ممکن نیست. باید حداقل یک پایو در خط باشد و از سر نو دوستان عزیز پنالتی زده می شود. کوشش دوم، دوبل دوم و سیادجان زین‌الدینov به نزد پانی مانوئل می رود. با او اشاره خواهد کرد که اگر یک مرتبه دیگر بازم از خط دروازه بیرون رود پیش از ضربه، این گل رو این حالت رو حساب نخواهد کرد و سر نو پنالتی زده خواهد شد. و اکنون سیاد زین‌الدینov به نزد پانی مانوئل میآید تا با او اشاره کند که در کدام موقع است. بله، در لحظه تکرار ما این حالت رو میبینیم. واقعا پانی مانوئل از موقع خود بیرون برآمد. و اکنون فیروز خرایف دوستان ارجمند در نزد توپ قرار دارد. ضربه را این نوبت فیروز اجرا خواهد کرد. سرگی نشد. فیروز چی؟ خوب متوجه میشویم با این ضربه که فیروز خرایف اجرا خواهد کرد. آماده هستند همگان، دروازه‌بان آماده است، فیروز خرایف آماده است. ضربه و گل. حساب رقابت 2-1 میشود دوستان ارجمند. فیروز خرایف پنالتی رو بسیار هم خوب اجرا کرد. او البته گل خود را جشن نمیگیرد و تنها به طرف مخلصان دسته خوجند یک اشاره با همون گل خود میکند. گل را جشن نگیرد فیروز خرایف، معلوم است برای چی، چون که او دست پرور رگارتاداز است و سابق بازیگر این تیم باشد. گل خود را جشن نمیگیرد. ولی دلیل همین دلیل است که گل زده شد و حساب رقابت 2-1 می شود. دسته خوجند در بازی است. دسته خوجند امکانیت برگشتن، امکانیت کامبک را دارد و آنها الکی یک گل را در نیمه اول به ثمر رسانیدند. خیلی خوب این ضربه را اجرا کرد فیروز خرایف، چون بینید که بلندی توپ برای دروازه‌بان خیلی نوقلای است، توسط زمین اجرا کرده می شود. خوب ضربه بسیار هم دقیق با کنج دروازه زده شد، هرچند پانی مانوئل به همون طرف حرکت کرد، به همون طرف جایش خود را اجرا نمود، اما ضربه چنان دقیق زده شد با مثل استادان بهترین سقابوزی که حتی جایش او هم بسنده نبود برای برطرف کردن این ضربه. یعنی پنالتی
در سطح عالی اجرا کرده شد و اینجا دروازه‌بان را گناهکار کرده نمی‌شود در نبرگرداندن ضربه. اما در آن حالتی که پنالتی تعیین گردید و پانی منویل حرکت نکرد به جانب توپ، اونجا میتوان گناهکار کرد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه از اوت رسانیده می‌شود. زیمبابوه جانوف به توپ رسید. سردیوک مبارزه ضربه به خط هجوم و فریمپونگ اینجا مبارزه میبرد، ولی توپ به مرکز میدان اومد. اینجا جسور قربانوف محض این وضعیت را برطرف کردن توانست. پس به خط هجوم این همون حالتی است که بختیار قلندرов با دیان تومباس بازی کرد. مخلصان دسته رگاتاراز از قرار برآورده دوور البته اونها باید نوروزی باشند، مخلصی همین است، ولی از نگاه دووری کمی دیرتر هم باشد. ولی سیدجان زنیدینوف گوش انداخت به اون چیزی که با اشاره کرده شد و بعدا پنالتی را از طرف نفت تعیین کرد. ضربه به طرف دروازه، اما قرار نهایی را تنها دووری مرکز میبرارد. یعنی حتی اگر با اشاره میشدند از حجره ور، قرار نهایی را از خود سیدجان زنیدینوف برآورد در مورد از طرف نفت زدن پنالتی. تاجیکستان و فدراسیون فوتبال تاجیکستان مینتداری خود را با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سور منویل ضربه به خط هجوم، حاکمیت دولتی شهر استرافشان. پس با مرکز میدان یک ضربه دیگر به خط حمله رسانیده میشود، ولی در داخل جریمه‌گاه و در نزدیکی جریمه‌گاه دسته خوجند از بازیکن رگاتاراز هیچ کس قرار نداشت. پس اینجا با قیب دوران ارگاشف حمله را آغاز میکند. فردوس عبدالسلیموف، دوران ارگاشف توپ به فردوس برمیگردد. ضربه فردوس عبدالسلیموف توسط کنار به خط هجوم، اونجا مبارزه دیان تومباس بود. در مرکز میدان توپ را سرگئی تسکانیان گرفت و در حال اون را از دست داد. پرتاب با کنار و با سرعت بلندتر این پاس اجرا کرده شد. از این لحاظ شیرزاد محمدیف نتوانست توپ را قبول کند و حمله را ادامه دهد. توسط کنار هجوم نوبتی دسته رگاتاراز را متوجه میشویم. پس به مرکز شیرزاد محمدیف و در مرکز میدان قاعده بازی بر ضد این فوتبال باز ویران کرده می شود. این باز هم یک وضعیت دیگر استانداردی می باشد، اما نه آن حالتهایی که از اون گل زدن را خیلی دوست می‌دارن فوتبال بازان رگاتاراز. یعنی در نظر دارم ضربه کنجی رو که دو گل خود را رگاتاراز از دو ضربه کنجی زد. شیرزاد محمدیف در نزد توپ با داخل جریمه‌گاه رسانیده می شود. امکانیت می جوید برای ضربه زنی فوتبال بازان شهر ترسونزاده و چنین امکانیت به آنها داده نشد. پس با مرکز میدان یک ضربه دیگر با خط هجوم، اونجا نازم بابا جانوف مبارزه برد ولی توپ از او خیلی دور بود. شیرزاد محمدیف توسط کنار حرکت میکند. شیرزاد و اینجا شیرزاد محمدیف به توپ رسیدن نتوانست. سرعت توپ هم بلندتر بود و با در نظر داشتن که با مبارزه بردن، البته اونجا توپ را گرفتن برای فوتبال مسکو خیلی مشکل. دستای مذکور یک مرتبه در فینال بین هم واخوردند و این فینال با سال 2001 راست میآید. ریگار با حساب 3-1 اونجا توانست پیروزی خود را به دست آورد. از برخیب
شرفجان صالح ولی اونجا دروازه‌بان خوجند سفرمند غفارov از موقع خود بیرون برآمد و این وضعیت را برطرف کرد. سال با ختم رسانیده میشود شهرزاد محمدیف در داخل جریمه توپ را میگیرد و تا ضربه میزند. شاید او میخواست با طرز دیگر ضربه‌اش را اجرا نماید. معلوم بود که شهرزاد محمدیف میخواد توپ را با کنج دور دروازه روانه بنماید، اما توپ در پایش نشست. دینتون باستوب را قبول میکند در داخل جریمه‌گاه. حرکت با مرکز ضربه و در نتیجه صدگذاری این ضربه برطرف کرده شد بر ضد سرگئی اسکندریان. قائد بازی را شهرت المرادov حیران کرد. طور اشاره کردم دسته پرگردد از استقلال را از خود دور کرد در درب نیمه‌نهایی برای برآمدن به فینال و دسته خود جان باشد. باز یک دسته دیگر نامدار مملکت دسته رفشن شهر کلوب را شکست داد با حساب 1-0. بازی به انجام رسید. بازی دوم بازی یکم 0-0. و البته فکر دارم در خاطر شما هست که رفشن اونجا از دقیقه 30 با شماره کم فوتبالبازان در میدان بود بعد از اون که جمشید محسوموف توپ سرخ گرفت. ضربه نه پرتاب خیلی خوب به داخل جریمه‌گاه ضربه زده میشود و دروازه‌بان برطرف میکند. چگونه امکانیت‌های خوب برای دوران ارگشیف در بازی امروزه پیدا میشوند. اینجا پانی مانویل حالت مذکور را برطرف کرد. بیاید متوجه شویم. تونی بیکاتال خیلی خوب بازی کرد. ببینید این پاس رو موقع خوب ضربه زنی. اینجا میبینیم که بسیار خوب با ژوزف فیومبا بازی کرده است. یعنی ما سرگذاری او باعث بران شد که ضربه 60 برگردد. مثال با داخل جریمه‌گاه ضربه زده شد ولی توپ از بالای دروازه بیرون از میدان میرود. بازیگران ذخیروی دسته خوجان هم به ما نشان داده شدند. فینال سال اخیر البته در خاطر همه ما شما است با اشتراک دسته های استقلال و رفشن که هر دو دسته در دور نیمه‌نهایی این سال شکست خوردند. بازی در وقت اساسی با نتیجه 1-1 به انجام رسید و بعدا استقلال در سلسله ضربه‌های پنالتی بعد از بازی با حساب 4-2 پیروزی را به دست آورد. با قسمی اولی رقابت 4 دقیقه ایلوه کرده شد. خب شما شنیدید 4 دقیقه زم کرده می شود با وقت اساسی قسم یکم رقابت، چون اینجا البته پینالتی تعیین گردید و باز دو نفر هنگامی که اوسه داشتند با اونها کمک رسانیده شد. یعنی پاوزا در جریان قسم اول بودند. برای همین هم 4 دقیقه. اوزین بابا جانوف ضربه زدن نتوانست. توپ را میگیرد شهرت المرادov. پاسیو با فریمپونگ. حرکت های کوادو فریمپونگ در خط هجومی ادامه دارند و او توپ را از دست نمیدهد. پاسیو شرفجان صالح ضربه به طرف دروازه. شرفجان از این هم ضربه بهتر دارد و میتواند، اما اینجا ضربه زده او راست با دست سفرمند غفارov زدند. اکنون حمله دسته خوجند را متوجه میشویم. پاس با عقیل ارسال با کنار میدان امکانیت میجویند در خط هجوم فوتبالبازان خوجند و اینجا سرگئی اسکندریان توپ را آنقدر درست قبول کرد.
رانر کاشف به خطا تو رو باقی با سفر غفورов پاس میدهد ولی سفر غفورov نه قدر پاس درستی و اینجا به قاعده نکنه تو گرفته شده از جسد قربانov سالیو باکنار و پاس باقی با تونی بیکاتال احسان بوبوی تو با داخل جریمه گاه دیگه تا از پس از گذاره 5 سال باز در فینال بازی کرد رای ساده سانا بار آخر سال 2019 در فینال بودن خوجند باشد بعد از 3 سال 9 سال 2021 در فینال اشتراک کرد و در اونجا حتی پیروزی رو هم بعد از سال 2021 دسته خوجند احسان بوبویف سال یعنی سال 2021 خوجند در فینال از استقلال رو شکست داد. پس اینجا به خط حمله نمیگذارد در مرکز میدان توپ گرفته شد اینجا توانست خیلی خوب فیدرس و سلیم توپ رو بگیرد پس با نوزیم بوبوجانov به توسط کنار توپ رو به خط حمله رسانیدن توانست و هجوم نوبتی دسته خوجند حرکت به مرکز ارسال به داخل جریمه گاو توپ اینجا خیلی بالا میرود و بیرون از میدان میشود. دقیقه آخری نمک دوستان عزیز در قسم اول رقابت با خط هجوم پس اینجا بازم با طرف خط حمله رسانیده میشه شهرزاد محمدیف مبارزه برد 4 دقیقه که دوبار زم کرد اونها هم البته اینجا به انجام رسیدن دقیقه 5 این زمان جریان دارد پایده بازی برای نشده است میتوان هجوم را ادامه داد سرگی تسکانیان پس به مرکز و اگر اینجا توپ رو میگرفتن فوتبالبازان خوجند اونجا در کنار بهترین امکانیت برای به حمله گذاشتن بود خوب همین طریق دوستان ارجمند قسم اولی رقابتی دسته‌های ریگر تدز و خوجند به انجام رسد حساب رقابت 2-1 است در نیمه اول رقابت فوتبالبازان ریگر تدز توانستند 2 گل را به ثمر رساندند 1 گل را تونی بیکاتال افتگول زد اشتباه به طرف دروازه خود و بعدا کوادو فرینپونگ توانست 1 گل دیگر را به نام خود مور بزند از دسته خوجند باشد یگانه گل را در نیمه اول از پنالتی توانست فیروز قرایف با دم رساند و با همین حساب 2-1 نیمه اول به انجام برسد. در قسم دوم که بازی خیلی جالب خواهد شد شما را در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان انتظاریم با ما باشید.
کیستان با غرور با روحی شکست ناپذیر خود دشمنی خیانت از فدایی بر دیاری به نظیر خود
نگاه کن. دوستان عزیز و مخلصان سرشماری فوتبال، برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی شهر ایسترافشان با قسم دوم رقابت دسته‌های خوجند و رگارتاداز. این فینال جام تاجیکستان در سال 2024 است. دوستان ارجمند، دسته‌های رگارتاداز و خوجند پس از شکست دادن استقلال و روشن در بازی دور نیم نهایی، در بازی رفت و برگشت توانستند تا به این مرحله، تا به بازی نهایی، تا به بازی اساس راه خود را هموار بنمایند و همکنون آنها مبارزه می‌برند برای گرفتن جام، برای گرفتن راحت و برای گرفتن مبلغ، یعنی که مبلغ جایزه‌ای در فینال جام تاجیکستان 60,000 تومانی را تشکیل می‌دهد. بعد از تمام شدن نیمه اول رقابت، طبعا شما مشاهده می‌کنید حساب رقابت 2-1 است به نفع دسته رگارتاداز. در قسم اول تونی بیکاتال هفت گل زد، حساب رقابت 1-0 شد. بعداً کوادو فریمپونگ یک گل دیگر را به نام خود مور زد، اونجا حساب 2-0 گردید و فوتبالبازان خوجند با کوشش فیروز قرایف از پنالتی توانستند یک گل را به هدف رسانند. حساب 2-1 شد. با همین حساب رقابت به انجام رسید، هرچند امکانیت‌ها در نیمه اول برای هر دو دسته پیدا شده بودند، هم برای دسته رگارتاداز و هم برای دسته خوجند. در حال اون دو امکانیتی که دوران ارگاشف کاپیتان خوجند داشت به خاطر می‌آیند، او در آغاز رقابت، در آغاز نیمه اول و بعداً در انجام نیمه یکم امکانیت‌های خوب گلزنی داشت، ولی اون فرصت‌ها را استفاده کردن نتوانست. حساب 2-1 نیمه دوم با همین حساب همکنون آغاز می‌گردد و البته طور متخصصان فوتبال هم اشاره می‌کنند قسم دوم، چون این اون تایم است که در جریان اون با تغییرات‌های خود و با تفسیرهایی که در تنفس سرمربیان می‌دهند، این قسم اونها است، یعنی 45 دقیقه قسم دوم این نیمه سرمربیان است، چگونه آنها تغییرات را انجام می‌دهند، چگونه به بازی دیگرگونی وارد می‌کنند، این با نتیجه نهایی تاثیر خود را می‌رساند. بیاد اکنون شما را بار دیگر در نیمه دوم با هیئت هر دو دسته شناس بنمایم. می‌بینیم که در هیئت دسته‌ها پس از انجام یافتن قسم اول تغییرات دیده نمی شود و هیئت دسته ها چنین است. هیئت رگارتاداز پانی مانویل رقم 33 دروازه‌بان، رقم 4 کاپیتان دسته بختیار قلندرов، رقم 44 جوزف یومبا، رقم 5 عثمان قاسم، تحت رقم 66 بازی می‌کند اسیل بکتمیرов، رقم 55 پورته اکوای، تحت رقم 8 سید مختار عظیمov بازی می‌کند، شهرت المرادov، رقم 14 رقم 47 شیرزاد محمدیف. توجه میکنیم به اینجا پرتاب به داخل جریمه گاه بهترین امکانیت و بازم استفاده کرده نمیشود. بیاید به این حمله متوجه بگردیم. پرتاب نوبتی به داخل جریمه گاه و پانی منویل دروازه‌بان رگارتاداز تو برام میگیرد. رقم 47 گفتیم شیرزاد محمدیف، رقم 7 شرفجان صالحov و رقم 9 کوادو فریمپونگ. این هیئت دسته رگارتاداز است. زندین رحیمov دسته مذکور تمرین می‌دهد، یعنی سرمربی دسته مذکور است و همکنون می‌توانیم متوجه بگردیم به دسته خوجند بعد از این هجوم پرتاب به شرفجان صالحov، پاسیو و دروازه‌بان رو می‌گیرد. رقم 63 دروازه‌بان دسته خوجند سفرمند غفورov، فردوس عبدالسلیمov، رقم 5 رقم 6 کاپیتان دسته دوران ارگاشف تونی بیکاتال، رقم 3 23 فیروز قرایف، مؤلف گل یگانه خوجند در قسم اول، رقم 97 سرگئی تسکانیان که امید توانست مؤلف این گل باشد ولی پنالتی را خطا کرد، رقم 8 احسان بابایف، رقم 22 جسور قربانov، رقم 17 اسلام جان تاشپولاتov، تحت رقم 13 نوزین بابوجانov بازی میکند و دیان تونباس رقم 19 سرمربی دسته خوجند رستم خوجایف است. دوران رقابت موزه را هم با شما شناس میکنم دوستان ارجمند. بازی مذکور را
حکم میکند اسدجان زندینوف. داور فیفا شهر دوشنبه به او کمک میرساند خسرو صدیق زاد. یوور داور فیفا از شهر دوشنبه یاردمچی دیگری و از کنار دیگر جورابک صدیقوف است. از منهای ورزار متوجه میشویم به همین هجوم. فریمپونگ پاسی و امکانیت برای زدن گل. شورت المرادف طرف چپی و خالی بود، چرا به طرف راست حرکت کرد. ولی این همه احساسات است. این فینال است. ضربه این انقدر روش است. اینجا اصولا تصمیم روان می نماید که این ضربه را دروازه‌بان بی خطا گرفتن توانست. بعداً ضربه به خط هجوم، توپ از میدان بیرون خارج شد. و خوب داور احتیاطی، داور چهارم بختیار کاملوف است از شهر کلوب، داوری درجه یکم. همچنین طور گفتیم اینجا وار هم کار میکند، نظامی وار یا خود ویدیو داور. و اونجا نفر اساسی از کشور ازبکستان است، اسکر نجفعلیف و به او کمک میرساند شریف بیک نوردینوف و ابوبکر محمدوف. چرا متخصص بعض از کشور ازبکستان دعوت کرده شده است، این رو هم میتوانیم با شما بگویم. در این جریان البته با ما باز داوران تاجیک هرچند در خارج کشور هم باشند کمک خود را رساندن با دادن معلومات. یعنی اینجا گپ سر چی میرود؟ گلناد سعدالله و نصرالله کبیروف هر دو این زمان در کشور خیتای قرار دارند. خوب امیرجان خاکش در کشور ویتنام است. بعدا یک داور دیگری ما در کشور قطر قرار دارد. یعنی این نفرانی که لیسانس دارند، اجازه‌نامه دارند برای نشستن در جای ور و اداره کردن این نظام را، اونها در خارج کشور هستند. تنها خورشید دادابایف در مملکت است ولی برای او ممکن نیست چون که او از شهر خوجند میباشد. و با سبب اون که همین نفرانی که من اشاره کردم لیسانس یعنی اجازه‌نامه دارند، همه آنها در خارج کشور هستند در داوری بازی‌های قروی. از این لحاظ دعوت کرده شد متخصص از کشور ازبکستان اسکر نجفعلیف و نورالدین شریف بیک با کمک میرساند و ابوبکر محمدوف در حجره ور نوار بردار میباشد، نوار بردار لحظه‌های تکراری. санаи 22 октябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшан бозии навбатӣ Истарафшан дар доираи лигаи олӣ муқобили дастаи Куктош баргузор мегардад. оғози рақобат соати 17:00. احسان بابایی فرستاد نوبتی و به خط حمله رسانیده می شود. بازی‌های دسته استرافشان در این وضعیت برطرف کرده شد. دو دسته البته در فینال رقابت کرده ایستادند که تجربه واقعا بوی غنی شرکت در چنین بازی‌ها را دارند. یعنی من در نظر دارم در بازی‌های سیستم هجوم و علاوه در فینال که در نیمه اول اشاره هم کردیم که این فینال 15 برای رکارد است و فینال 9 برای دسته خوجند می باشد. و از نگاه غلبه ملکه به شما گفتیم که چگونه اینجا رکارد است. تنها در 6 بازی در 6 فینال پیروز شده است، 8 باخت و خوجند باشد. از نگاه تناسب غلبه ها و باخت ها گویم که جمعی 3 دارد، یعنی در 8 فینال اشتراک کرده است. 5 فینال با غلبه این تیم جمع شدند و 3 در 3 فینال این تیم باخت. از جمله اگر ما فینال های آخرین دسته را به خاطر داریم، سال 2017 و سال 2021 دسته خوجند دو بار بر تیم استقلال در فینال جام کشور غلبه کرد. یعنی این دسته در فینال قوت است، میتواند فینال که یک بازی علاهیده و خاص میباشد میتواند پیروزی را به دست آورد. تجربه بایغانی هم دارد، این میتواند با یک شخصیت هم ربط داشته باشد، یعنی با رستم خوجایف سرمربی این تیم. اما البته سرمربی دسته رگارد از زندی رحیموف هم در سطح پایین‌تر که کار و فعالیت خیلی زیاد کرده است. یعنی دسته خوب 16 ساله های ما را هنگامی که در مالزیا تا به فینال جام اسیایی برآورد، اونجا تنها با حساب 1-0 از ژاپن شکست خورد
برخی از شاگردان این زمان در همین هیئت هستند، بازی کرده ایستادند، از جمله شهرت المرادov در همان هیئت بود، هرچند به سبب آسیب و بازی وارد نشده بود سال 2018. بعداً البته باز در مکتب مخصوص مهارت عالی ورزشی که شاگردان زیادی را به پایان میرساند و کار فعالیت در راسته رگارتا داز هم این زمان شاید سرحاصل گفتن بر وقت باشد، ولی به هر صورت برآوردن این دسته به فینال جام تاجیکستان که بعد از سال 2019 اولین مرتبه این دسته در فینال شرکت می‌ورزد. سال 2019 با ضربه پنالتی این دسته از استقلال شکست خورده بود. استقلال با حساب 4-2 در پنالتی و رگارتا داز را مغلوب کرد. پس به خط هجوم و البته باز شکست دادن استقلال در مرحله نیمه‌ای این هم یک نتیجه خوب برای زیدین رحیموف همچون مربی است. با مغلوب کردن استقلال او کار خود را آسان کرد یا کار خودجان را، این را تنها نتیجه بازی امروزه نشان خواهد. فیروز قرایف از کنار با توپ حرکتی ادامه دارد. اوت است، اوت به نفع خودجان. آنجا یک بازیگر این دسته اوسه برداشته است، لد خورد و بعدا معین خواهد شد که نوزین باباجانوف با کمک دکتران نیاز دارد یا نه. سایجان زنی رو به نزدیک میآید برای واقف شدن از سلامتی او. از جا بالا می شود نوزین باباجانوف، امکانیت دارد با سلامتیش با اجازه میدهد تا بازی را ادامه دهد. دوباره این شرایط پرسان شود. فیروز قرایف با توپ به داخل جریمه‌گاه، این وضعیت برطرف کرده می شود. هجوم دسته خودجان در قسم دوم از نگاه شماره بسیارتر به نظر میرسند. صفت آنها گپی دیگر است، اما باید در نیمه دوم بازی به همین ترتیب جریان میگرفت، چون که معلوم است دسته رگارتا داز اکنون کوشش میکند تا همین حساب رو نگاه بدارد، یعنی با قصد نگاه داشتن حساب رقابت آنها بازی میکنند، چون همین حساب 2-1 میتواند آن حسابی باشد که و اون حسابی است که اون را حمایت کردن میشود. از این لحاظ هرچند حساب لغزان است، یعنی فرقیت یک گل یک اشتباه و حساب میتواند برابر شود، اما با هر صورت معلوم است که این زمان رگارتا داز برای حمایت کردن یک گل خود به میدان آمدند. اینجا سایجان زنیدینوف در گفتگو با اسکر نجفرعلیف قرار دارد با ویدیو داور. پس یاسومن قاسم با خطی حمله اونجا فریمپونگ برای توپ میخواست مبارزه برد، ولی اوت است و این اوت هم به نفع فوتبالزن رگارتا داز میباشد. باز هم یاسومن قاسم فریمپونگ پس با شهرت المرادov. شهرت حرکت میکند با کنار چپ و باز یک اوت دیگر. یاسومن قاسم ارسال نوبتی و بازم با استفاده بدن خود که بعد با فریمپونگ اول توپ را گرفت ولی بعدا اون را از دست داد. وقت حمله دسته خودجان را ما متوجه میشویم. پس با هر صورت توپ را میگیرند بازیکنان خودجان. دیان توم با این زمان با توپ در حال حمله مذکور را برطرف میکنند بازیکنان شهر تاسوزاده و به حمله خود میگذارند. اینجا که بعد فریمپونگ میخواست با استیلای نو تاچ پاس بدهد، یعنی با توپ نرسیده ارسال کردن، از بالای توپ پرید تا شهرت المرادov را بگیرد. سرگئی تسکانیان توسط کنار این هجوم جریان میگیرد.
پس به عقب با نزدیک شدن دهه 60 این رقابت البته میتواند تغییرات را در رقابت امروزه هم شود، یعنی فرصت تغییرات هم فرا رسیده است و داوران هم اکنون میتوانند به آن فوتبالبازان متوجه شوند که در هیئت ذخیروی قرار دارند. پس به عقب جسور قربان، تونی بیکاتال، بازم توپ به تونی بیکاتال برگردانده می شود. او در پس دادن خطا می کند و حمله رگاتا از آغاز می شود. شرافجان صالحوف با عقب شهرت المرادوف. شهرت المرادوف البته در سیستم انتخاب کرده زیدین رحیموف موقع خود را خیلی خوب پیدا کرده است، یعنی همون 4-1 که با اون بازی میکند دسته رگاتاداز در بسیاری از حالات با 4-2-3-1 هم تبدیل می‌یابد هنگامی که شهرت المرادوف خیلی زیاد کمک می‌رسد. با بازیگر دیگر خطی با بازیگران دیگر خط نیمه‌نهایی نوبتی فوتبالبازان خود جان پاس با کنار چپ اونجا سرگئی تسکانیان فعالی خود را نشان میدهد. نوزین باباجانوف از نظرم ارسال به داخل جریمه گاه وضعیت برطرف کرده شد. بازم نوزین باباجانوف در کنار مبارزه را ادامه میدهد. پاس با عقب اکنون سرگئی تسکانیان پس بازم عقب‌تر رسانیده میشود. فردوس عبدالسلیموف ارسال به طرف جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه کنجی خواهد بود. کوشش خوب ضربه زنی از مسافه دور به طرف دروازه. نوزین باباجانوف او در کنج میدان قرار دارد. ارسال به داخل جریمه گاه اینجا حتی ضربه هم به طرف دروازه بود. تونی بیکاتال فرصت خوب ضربه زنی را پیدا کرد ولی ضربهش بالاتر از دروازه رفت. رگاتاداز در فینال ها طوری گفتیم زیاد مغلوب شده است، از جمله اگر سالهای 90 حساب کنیم اونها 1-0 از دسته پولمیر شکست خورده بودند. سال 1995 در سلسله ضربه‌های پنالتی بعد از بازی با حساب 3-2 از پختکار شکست خوردند. بعدا سال 1992 دسته ورزوب با حساب 4-2 این تیم را شکست داد. اونجا هم پنالتی 2013 دسته استقلال با حساب 2-0 در جریان بازی این تیم را مغلوب کرد، یعنی تو پنالتی نرفت بازی. خوب سال 2018 استقلال اونجا 1-0. 2019 استقلال با پنالتی ها 4-2. عموما در فینال های جام تاجیکستان اصلا همین تمایل دیده می شود که بازی‌ها خیلی زیاد مساوی انجام می‌بند و بعداً در سلسله ضربه‌های پنالتی بعد از بازی غالب معین می‌شود. برای مثال دو فینال اخیر غالب دو فینال اخیر را از پنالتی معین کردند. سال 2022 استقلال و کوکتوش هنگامی که در شهر بختر بازی خود را برگزار کردند. بازی در وقت است بازی با حساب 2-2 جنبال شده بود و بعداً در پنالتی ها استقلال با حساب 5-4 بر کوکتوش پیروزی خود را به دست آورد. و سال 2023 استقلال برافشان در شهر کولوب
بازی کردند و اونجا 1-1 بازی بود و 4-2 بعداً استقلال از پنالتی و پیروزی را به دست آورد. خب اینجا سید جان زنیدینوف میرود به نزد مانیتور وار تو یک حالت را متوجه بگردد و اون چه حالت است ما شما حتما خواهیم دید. در داخل جریمه‌گاه کدام دسته بود، در کدام حالت بود؟ اگر در داخل جریمه‌گاه نباشد و اگر در مرکز میدان پس اونجا گپ سر کارت سرخ خواهد رفت، یعنی احتمال گرفتن کارت سرخ. یعنی در همین حالت‌های مهم مانیتور وار دیده می شود. اگر احتمال کارت سرخ باشد، اگر در داخل جریمه‌گاه قاعده بازی بران شده باشد، خوب اینجا شهرت المرادوف مرزه بر پیش از آن فریمپونگ مبارزه برد. اصلا کدام حالت را دیده ایستادن در این زمان اونقدر فهمون نیست. خوب کارت سرخ با فیروز قرایف نشان داده می شود. کارت سرخ با فیروز قرایف دوستان ارجمند و دسته خود جمع اکنون در میدان 10 نفره میماند. 10 نفر در میدان هستند. بازیگران خود جمع با نزد سید جان زنیدینوف میآیند تا در آخر درک می‌نمایند که با فیروز قرایف مؤلف گل خود جمع برای چه کارت سرخ نشان داده شد. سید جان زنیدینوف با اون فهماند و فیروز قرایف را از میدان راند. بیاید متوجه بگردیم. خوب در حالتی که مشورت المرادوف از پا افتید و فیروز قرایف معلوم می شود. حالا برای همین حالت دوستان ارجمند کارت سرخ با فیروز قرایف نشان داده می شود. نگامی که در زمین بود شهرت المرادوف پای او را پخش کرد و دوبار به نزد مانیتور وار رفت. برای این حالت کارت سرخ با فیروز قرایف نشان داد. اکنون با حساب 2-1 دسته خوجند عقیب مانده است و بازم یک نفر اونها در میدان کم خوانده. از دقیقه 68 آغاز کرده در میدان با شماره کمتر فوتبالبازان هنرنمایی خواهند کرد. یک نزاع اینجا بین فوتبالبازان هم با وجود می آید. اونجا فریمپونگ در زمین این زمان قرار دارد، نه در حالت رستو. و متوجه می‌گردند که دوران ارگاشف و فریمپونگ چگونه مبارزه بردن بین هم. اصلا اینجا دوران ارگاشف هم هیچ کار نکرد، هیچ عمل نبود که فریمپونگ از پا بیفتد. فریمپونگ هم چنان از پا افتید که گویا نه اندکی دست دوران ارگاشف به او رسیده باشد بلکه دست میویز او را زده باشد. نیمه دوم از نگاه داوری البته مشکل تر می شود برای سید جان زنیدینوف، ولی چنین بازی ها در کاریره او هم خیلی زیاد هستند. اکنون بیاید متوجه بگردیم با تغییراتی که در هیئت دسته خود جمع می شود. از میدان اسلام جان تاشپولاتوف گرفته می شود دوستان ارجمند و با جای فخرالدین احتموف به میدان می آید. این بازیگر دفاعگر می باشد و چون فیروز قرایف خود دفاعگر است باید یک دفاعگر دیگر به میدان آید تا موقع او رو بگیرد. یعنی این تغییراتی است که شاید در نقشه های رستم خوجایف نبود، ولی با سبب کارت سرخ گرفتن فیروز قرایف هم اکنون
او مجبور است که چنین تغییرات رو وارد بگرداند. یک نیمه حمایتگر نزدیکتر به خط حمله را از میدان بگیرد، یعنی یک نفر را از مرکز میدان بیرون کند و در خط دفاع فوتبالبازی رو به میدان وارد بگرداند که از نگاه موقع خود یعنی امپلای خش در میدان دفاعگر باشد. و فخرالدین ارتماف چنین بازیگر است و اکنون وارد میدان می شود و بازی را ادامه خواهد داد. بازی برای خوجند البته مشکل تر می شود. اکنون نوبسته از این آنها کوشش گل زدن را خواهند کرد. در فوتبال حالت خیلی زیاده بودن که هنگام یک دسته در میدان 10 نفر میماند. ما بس از این حتی پیروزی خود را هم به دست آورده است، همچنین بازی را مساوی هم کرده است. بازی که مساوی بود حساب را نگاه داشته است، ولی فکر دارم این زمان این بازی رو مثال آوردن و آنها را قیاس کردن با این رقابت. شاید نادرست هم باشد. به صورت البته مثال اخیر میتواند بازی ارسنال و منچستر سیتی باشد که ارسنال تا اخیر توانست مبارزه را پیش برد، حتی به غلبه خود نزدیک بود ولی در نهایت آنجا مساوی شد بازی. من البته هیچگاه اینجا رگارد از خوجند و ارسنال و منچستر سیتی را قیاس نمیکنم. من حالت را گفته ایستادم، حالتی که کارت سرخ بود و دسته تا اخیر توانست طاقت بنماید در چنین سطحی بلند و با چنین دسته. فردوس عبدالسلیموف اینجا بر مقابل قوده بازی بیان کرده شد و کارت ضربه شهرت المرادوف نشان داده می شود. اگر ما با تاریخ اشتراک دسته خوجند نظر بیندازیم، اولین مراتبه آنها در موسم 96-97 در فینال اشتراک ورزیدند. در شهر دوشنبه فینال گذشته بود در ورزشگاه مرکزی جمهوری و اونجا دسته وحش با حساب خیلی کلان خوجند را شکست داد با حساب 4-0. پس از آن در موسم نوبتی در موسم 97-98 دسته خوجند بر دسته رنجبر توانست پیروزی را به دست آورد با 2-1. خوب متوجه میشیم با این تغییرات دوستان ارجمند که چگونه تغییرات هستند. خوب شرف جان صالح از میدان گرفته می شود، فریدون دولتوف به جای وارد میدان میگردد و شیرزاد محمدی همچنین از میدان بیرون می شود و جای او را اوپون جانسون میگیرد در میدان. این لیگانر رقم 34 دارد در پیران خود و این زمان همه لیگانرانی دسته رگارتاداز که در بازی امروزه در فریس فوتبال بازی امروزه نامزد شدند اونها در میدان می باشند، یعنی پانی مانوئل، خوب جوزف اونبا، اوسمان قاسم، اسیلبک تمیروف و اکوای بورتی و اکنون جانسون اوپونگ و افرین پونگ. یک پرداب دیگر به داخل جریمه رسانیده شد. وابسته به آنکه از نگاه شماره فوتبالبازان خوجند در میدان کمتر هم باشند ولی اونها هجوم‌های خود را کم نکرده زیاد میکنند و دسته رگارتاداز باشد وابسته از آن که رقیب یک نفر در میدان کم است، همون طوری که خط دفاع را در آغاز قسم دوم انتخاب کرد همین طریق در خط دفاع خود نشسته، یعنی اون دلیلی که دسته خوجند یک نفر در میدان کم باشد رگارتاداز را تا همین دقیقه وادار نکرده است که این تیم با پیش شود و هجوم خود را بسیار تر سازد و حساب را بلندتر کند، حساب را افزون نماید، چون این امکانیت تمکنون پیدا می شود. با تصور کنید که یک نفر همیشه در تنهایی خواهد بود. ضربه به خطی هم و توپ در کنار گرفته می شود. هجوم بازیگران دسته رگارتاداز، پس شهرت المرادوف به کنار
از آنجا ایصال زمینی به داخل جریمه‌گاه رسانیده شد. اونجا از پا افتید فوتبالبازی ریکارد است فریدون دولتов. تا هنوز هم در زمین خوب است، اما فوتبالبازان خوجند موظف نیستند که به سبب در میدان خوب بودن این فوتبالباز توپ را از میدان زده دور کنند. اگر خواهش داشته باشند میتوانند، وگرنه هیچ کس آنها را مجبور نمیکند. پس عقیب و تو اینجا از میدان بیرون میرود. خب فریدون دولتov تا هنوز هم در داخل جریمه‌گاه رقیب قرار دارد. و از حجره ور یگان گفتگوی هست با سرجان زینتیان. 13250 نفر در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان بازی را تماشا کرده ایستادند. اینها مخلصان دسته های خوجند و ریگارتداز هستند. شاید مخلصان بی‌طرف هم با ورزشگاه آمده بازی را تماشا کنند، چون که خود شهر استرافشان را میتوان شهر فوتبالی گفت. فوتبال را آنجا دوست می‌دارند و از خود استرافشان هم البته مخلصان خود دسته استرافشان در ورزشگاه بازی را شاید تماشا کرده ایستاده باشند. خب باز هم اینجا میبینیم که در مشورت است با ویدیو داوران سیاجان زین‌الدینov. با هجوم نوبتی میگذارند شاگردان زین‌الدین رحیموف. پس با خط حمله تلاش کرد برای گرفتن توپ سید مختار عظیمov. پرتاب نوبتی توسط کنار راپونگ جانسون حرکت میکند و قاعده بازی بر ضد او ویران میشود. شهرت المرادov ارسالی به داخل جریمه‌گاه، ضربه و این ضربه آنقدر خوب زده شد. فریدون دولت مبارزه را ادامه میدهد در داخل جریمه‌گاه. کوششی ولی اینجا دوران ارگاشف با استفاده تجربه زیاد خود خیلی خوب توپ را از جریمه‌گاه برآورد و حمله را هم شروع نمود. پس با کنار میدان توسط کنار چپ هجوم ادامه دارد. سرگئی اسکانیان حرکتی او پرتاب به داخل جریمه‌گاه رسانیده میشود. نازیم باباجانov ضربه را همه کلان به طرز دیگر انتظار بودند، ولی ضربه اجرا کرده نازیم باباجانov بسیار هم بد و نادقیق بود. یگان حالت نوبازی اینجا دیده نمیشود. از راپونگ جانسون گذشت. نازیم باباجانov بعداً ضربه زد و اونجا توپ شاید به دست هم رسیده باشد. اولی غلبه خوجند در جام تاجیکستان راست میآید، البته به سال 1998 هنگامی که اونها دسته رنجبر را شکست دادن با حساب 2-1. بعداً سال 2002 یک غلبه دیگر بر دسته وحش بود با حساب 3-0. پیش از آن هم این تیم به فینال رو خط گرفته بود. ماز با ریگارتداز بازی کرد ولی در فینال شکست خورد با حساب 3-1. اون فینال رو ما به خاطر آوردیم که ریگارتداز با حساب 3-1 خوجند رو مغلوب کرد و یگانه اشتراک این دسته ها در فینال و در بازی بین همی در فینال جام تاجیکستان ما از همون بازی بود با حساب 3-1 که اونجا ریگارتداز پیروزی رو به دست آورد. ارسال بعد داخل جریمه‌گاه رسانیده می شود. توپ از میدان بیرون شد.
ҳуҷуми навбатӣ дастаи Хуҷанд пас ба канор метавонид ҳамларо идома дод ва инҷо ҳам топ ба дохили ҷаримагоҳ расонида шуд. Фахриддин Атамов кӯшиши хуб кард, вале дар дохили ҷаримагоҳ ки Деян Тумбас қарор дошт натавонист ба тӯб расад ва боз чанд нафари дигар ҳам ки кӯшиш карданд, вале зарба иҷро нагардид. баъд аз ғалабаи соли 2002 дастаи Хуҷанд дигар дар финалҳо набуд то соли 2008 ва баъдан дар соли 2008 онҳо футболбозони шаҳри Хуҷанд Энергетикро тавонистанд шикаст бидиҳад бо ҳисоби 2-1. бозии он замон дар шаҳри Хуҷанд гузашта буд. пас аз он соли 2010 аз Истиқлол мағлуб шуд 5-0. ва пас аз соли 2010 Хуҷанд 7 сол ба финал набаромад. Соли 2017 онҳо ба финал рафтанд ки Истиқлолро тавонистанд бо ҳисоби 2-0 мағлуб бинамоянд. ва пас он соли 2021 бозам Истиқлолро 2-0. Ҷасур Қурбонов аз майдон гирифта мешавад дар ҳайати дастаи Хуҷанд ва рақами 3 Шуҳратҷон Шоназаров ба майдон меояд. ним ҳимоягар аст ин футболбоз ки бозигари ҳамин мавқеъ Ҷасур Қурбоновро иваз кард, яъне тағйирот вобаста ба мавқеъ аст. партоп ба дохили ҷаримагоҳ расонида мешавад. вазъият бартараф шуд ва метавонанд ба ҳуҷуми ҷавобӣ гузаранд футболбозони Хуҷанд. тавассути канор ҳамла бояд беҳтар идома ёбад, пас ба марказ нодуруст расонида мешавад. Усмон Қасим дар мавқеъи дуруст қарор дошт. дагар аз бори охир дар ҷоми Тоҷикистон соли 2012 ғалаба карда буд. инҷо партоп ба дохили ҷаримагоҳ расонида мешавад ва макнун баъд аз гузораи 12 сол дастаи мазкур боз метавонад қаҳрамониро дар ин мусобиқа ба даст орад. соли 2012 Регарта Даз дар финал дар шаҳри Душанбе бо Истиқлол бозӣ кард. бозӣ дар вақти асосӣ 1-1 ҷанба шуд, мусовӣ. ва дар силсила зарбаҳои пеналти баъд аз бозӣ дастаи Регарта Даз бо ҳисоби 6-5 тавонист Истиқлолро мағлуб бинамояд ва пирӯзиро ба даст орад. баъд аз соли 2012 Регарта Даз боз ба финал баромада буд 3 соли дигар паёпай 2013, 2014, 2015 ки 3 сол паёпай Истиқлол ин тимро мағлуб кард. Понг Ҷонсон ӯ ба марказ ҳаракат намуд ва тӯбро дар он ҷо аз ӯ гирифтанд. ҳамлаи навбатии футболбозони Хуҷанд инҷо тавассути канори рост бояд идома меёфт. кӯшиш кард Шоназаров Шӯҳратҷон. тӯб аз майдон берун мешавад. Шӯҳратҷон Шоназаров дар канори рост бо тӯб қарор дорад. Бахтиёр Қаландаров ин вазъиятро бартараф кард. Эҳсон Бобоев камтар аз 10 дақиқаи дигари вақт асосӣ боқӣ мондааст, вале довар метавонад 5 ва беш аз он дақиқаро замъ кунад ба вақти асосии қисми дуввум, чунки дар ҷараёни қисми дуввум павзаҳо зиёд буданд ҳангоми тамошои ВАР, ҳангоми усеб гирифтани бозигарон, яъне ба мисли нимаи аввал инҷо ҳам 4-5 дақиқа замъ карда хоҳад шуд. Фирдавс Абдусалимов аз аут тӯбро вориди бозӣ хоҳад кард. сарпарасти кулли мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон ширкати 1xBet. 1xBet мухлисони дастаи Регарта Даз фаъолтар мешаванд ва онҳо бояд фаъолтар ҳам бошанд, чун дастаи онҳо хеле наздик ба ғалабаи таърихии худ аст.
شورجان شانازارов. بعدا نازم باباجانов و مبارزه را ادامه میدهد و خیلی خوب تلاش کرد ولی بعدا توپ را از نزد پایه او میگیرند فوتبالبازان ریکارداداس. پس به خط حمله که بعد فریمپونگ در هجوم مبارزه میبرد در رقابت با دوران ارگاشف. بسیار هم فعال است، بسیار هم احساساتی است. ساجان زنیدینوف فریمپونگ را از نزد توپ و از نزد خود و از نزد دوران ارگاشف دور میکند و اما بار دیگر مشاهده میکنیم که چگونه اینجا خود بازی را فریمپونگ ویران کرد. پیش از همین حالت ها هنگامی که با رنجرز ضربه زد فریمپونگ پاسی به کنار ارسال اینجا با طرف اوپونگ جانسون رسانیده می شود. دو تا را در میدان نگاه داشتن توانست پرتاب با داخل جریمه گاه امکانات ضربه زنی دادن نشد به فوتبالبازان شهر ترسونزاده. مصطفی قاسم پاسی به مرکز شهرت المرادov اوپونگ جانسون تو با کنار راست درست و دقیق رسانیده می شود. سیلبک تمیرا سعید مختار عظیم و فرسال با داخل جریمه گاه و اینجا سفرمت غفارov اولین شده توپ را میگیرد. ضربه او با خط هجوم و اونجا هرچند توپ را قبول هم کرد دیانتون بس بعدم توپ را از نزد او میگیرن فوتبالبازان شهر ترسونزاده. ضربه نوبتی با خط هجوم مبارزه خواهد برد اوپونگ جانسون و او توپ را میگیرد. پاسیو با داخل جریمه گاه دوران ارگاشف توانست این وضعیت را برطرف سازد. اوپونگ جانسون در حیاتی دسته ریکارداداس از خوب به میدان آمد. یعنی این تغییراتی که زیدین رحیموف کرد این زمان درست کار کرده ایستاده است. یعنی توسط کنار رقیبان را همیشه در یک طرز هراس قرار میدهد، حرکت میکند، توپ را هم در نظارت خود قرار میدهد و وقت را زیاد میگذراند. نازم باباجانov ارسالی با داخل جریمه گاه ضربه و راست با دست مانوئل پانی. فیروز بابیف آماده است برای وارد میدان شدن در حیاتی دسته ریکارداداس. توجه میکنیم به این حمله توسط کنار. هجوم نوبتی ریکارداداس جریان میگیرد. فریدون دولتوف پرتابیو با خط حمله ضربه و چگونه ضربه بدترین در اجرای کوادو فریمپونگ. بهترین فرصت گلزنی را از دست داد. اگر اینجا فریمپونگ گل میزد او یک نقطه واقعا هم غرس را به این بازی میگذاشت، ولی با چنین خطای خود کوادو فریمپونگ این زمان بعد از خود امکانیت میماند. ازادبک پنجیف همچنین یک نفر دیگری که آماده است برای به میدان آمدن از میدان گرفته می شود. بازیگر رقم خوب 14 این شهرت المرادov است. جای را فیروز بابی خواهد گرفت در مرکز میدان و باز کی از میدان گرفته می شود؟ همچنین فریمپونگ هم بیرون از میدان میگردد. یعنی اکنون ازادبک پنجیف که بازیگر کنوری است دسته ریکارداداس در ادامه میتواند با 5 دفاعگر بازی کند. ازادبک پنجیف میتواند موقع را در کنار خط دفاع بگیرد. ازاد پنجیف با رقابت وارد میگردد. او هم یکی از شاگردان زیدین رحیموف می باشد هنگام در چمپیونات آسیا بین نورسان. یکی از فوتبالبازان اساسی در هیئت همان دسته بود که تو فینال جام آسیا برآمدند. فیروز بابیف توپ را در کنار میدان در موقع اجرا کردن ضربه کنجی میماند. ارسال به داخل جریمه گاه رسانیده می شود. ضربه و خیلی هم بلند و مدقق می رود این ضربه. سفرمت غفارov ضربه تا مرکز میدان می رسد.
آزاد پنجیف پس باقی سعید مختار عظیموف. اسلام می‌بینیم که آزاد پنجیف موقع رو در مرکز میدان گرفته است، یعنی با 5 دفاعگر نه، با همون 4 دفاعگر بازی رو ادامه میدن فوتبالبازان شهر ترسونزاده. سفرمد غفارov پس به خط هجوم پرتاب با کنار توسط کنار میتواند حمله ادامه یابد. پس با خط هجوم 8 دقیقه زم کرده می شود. در طبیعی گفتیم بیش از 5 دقیقه باید زم کرده شود چون استحاله در جریان قسم دوم زیاد بود. یعنی 8 دقیقه دیگر امکانیت است برای دسته خوجند تا حساب را برابر کند. 8 دقیقه دیگر وقت برای ریگارد است تا حساب را نگاه بدارد. 8 دقیقه برای خوجند تا بازی را نجات بدهد و 8 دقیقه برای ریگارد است تا این پیروزی این غلبه را نگاه بدارد و در نهایت جام را بالای سر بردارد. این 8 دقیقه خیلی مهم برای هر دو دسته می باشند. 8 دقیقه که از نگاه مهمیت خود البته برای هر دو تیم نقش خیلی هم بزرگ دارند و درجه مهمیت این دقیقه برای هر دو تیم خیلی و خیلی زیاد است، خیلی بلند. پرتاب نوبتی به خطی هم و کوشش های بازیگران دسته خوجند. حمله نوبتی را توسط کنار ما متوجه می شویم. آزاد پنجیف پاسیو فیروز بوبیف در مرکز میدان مبارزه میبرد. پس با خطی هم رسانیده شد و اینجا در مرکز میدان قاعده بازی را فیروز بوبیف ویران کرد بر مقابل نازیم بابوجان. پس با خطی هجوم به داخل جریمه گاه دسته ریگارد است و اسما قسیم توپ را زده بیرون از میدان میکند. ضربه کنجی نازیم بابوجانوف در کنار میدان. ارسال رسانیده می شود بعد داخل جریمه گاه ضربه و دروازه پوان برطرف میکند. چگونه امکانیت عالی برای دسته خوجند با وجود آمد و در موقع درست بود. پانی مانویل متوجه می شویم بار دیگر امکانیت داده شد برای ضربه زنی و بینید که بعد از ضربه دیان تومباس اگر سرگی تسکانیان هم به توپ میرسید البته از سمت حرکت توپ عوض میشد و اون وقت شاید در برطرف کردن این حالت دروازه‌بان خوجند و جسم میماند. پس با خط هجوم این وضعیت را با اختیار قلندرov برطرف میکند. توسط کنار نازیم بابوجانوف خیلی خوب بازی کرد ولی آزاد پنجیف نگذاشت که این فریب نازیم بابوجانوف تو آخر کار بدهد. اوت و اوت به نفع خوجند است. فخرالدین احتماف توپ را به داخل جریمه گاه میپرتاید. پرتاب نوبتی امکانیت نوبتی برای بازیگران خوجند و فرصت زدن این ضربه به دیان تومباس داده نشد. اینجا کوشش هست و توپ از میدان بیرون نشده است. پس نوبتی به داخل جریمه گاه یک ضربه دیگر یک تلاش دیگر و تسکانیان مبارزه را ادامه میدهد. ضربه کنجی لحظه بسیار هم دشوار این زمان برای دسته ریگارد است چون که خوجند با پرگی در حمله قرار دارد و برای ریگارد از این زمان از همه مهم آن است که همین مرحله را گذرد. نازیم بابوجانوف ارسالی و با داخل جریمه گاه
امکانیت برای ضربه زنی، ضربه زده می شود و توپ را میبرد فوتبالبازان رگارتا دست. با تمام هستی این زمان رگارتا دست در خط دفاع و خوجان باشد در خط حمله بازیکن رئیس است. پس به خط هجوم کوشش نوبتی. توپ را دورتر از جریمه گام میکنه اسیلبک تیمیروف و میتوان با حمله گذاشت. اینجا امکانیت خوفناک میتواند به وجود آید و دروازه‌بان صفرمت غفورов کار درست کرد که از موقعیتش بیرون برآمد. اوزاد پنجیف در مرکز توپ را گرفت. پرتاب با طرف اوزادبک پنجیف حرکت میکنه نزدیک به جریمه گام شود. اوزاد پنجیف امکانیت میجوید برای پاس دادن و پاس هم میدهد اما نه در پاس خوب چون که دروازه‌بان صفرمت غفورov در حال توپ را میگیرد اون را به ناظم باباجانov میدهد و هجوم ادامه مییابد. پاس به نزد جریمه گوی رگارتا دست. دیانتون باس خیلی خوب توپ را گرفت. ضربه و این دوران جان الگاشف بود که چون این ضربه زد ولی ضربه زده او را دروازه‌بان برطرف کرد و میتواند این زمان خطای بزرگ کند. بسیار هم امکانیت خوفناک با وجود آمد این زمان در داخل جریمه گاه چون که پانی مانوئل تلاش کرد که تو خیر وقت را کشول بدهد در گرفتن توپ و این حالت میتوانست بعدا برای خودی رگارتا دست خیلی خوفناک شود. اوپانگ جانسون در کنار توپ را میگیرد او البته وقت را کشول خواهد داد و پاس خوبی او با فیروز بابیف. پاس فیروز بابیف که در قبول کردن توپ اینجا فریدون دولتوف گم که توپ را از خود دورتر گرفت. پرتاب با کنار میدان با اوزاد پنجیف با داخل جریمه گاه میرود اوزاد و توپ از میدان بیرون میشود. چی از ضربه کنجی یا از دروازه میبینیم که توپ با اوزاد پنجیف رسیده بیرون از میدان شد یعنی ضربه کنجی نیست الکی توپ وارد بازی است. در کنار اسیلبک تیمیروف مبارزه میبرد. ضربه او شورجان شومزارov پاسی به مرکز از اینجا ارسال با خط حمله رسانیده می شود. توپ در داخل جریمه گاه است و دروازه‌بان توپ را میگیرد. پانی مانوئل سروسی من نیست همه به ساعت خود نظر میاندازد از جمله زینالدین رحیموف. ضربه پانی مانوئل و خط هجوم در مرکز میدان. توپ در نظارت فوتبالبازان خوجان بود. اکنون بازیکن رگارتا دست آن را گرفتن. ضربه به خط حمله رسانیده می شود. اوپانگ جانسون توپ را درست گرفتن نتوانست. صفرمت غفورov یک ضربه دیگری و به خط حمله و اینجا توپ داخل جریمه گاه می رود. اینجا هم دروازه‌بان از موقعش بیرون نمیآید یعنی او میتوانست بیاید توپ نزد توپ اون را بگیرد. به هر صورت این وضعیت اکنون برطرف کرده شد یعنی بختیار قلندرov مبارزه خوب برد با دیانتون باس. و خودی بختیار قلندرov کمی لط خورد. 8 دقیقه که داور زم کرد اونها به انجام رسیدند و البته اینجا داور اشاره میکند که این دقیقه‌ای که تلف شدن او جبران خواهد کرد. ثانیه ها دقیق ترش دقیقه نبودن بله ثانیه ها با چنین افتیدن البته بختیار قلندرov سرعت هجوم و سرعت بازی دسته خوجان تمپی اونها را میکشد و بعد از این البته میتوانند هجوم‌های دسته خوجان با همون شدیدیتی که تا همین لحظه ادامه یافتند دیگر دوام نیابند. کمک میرسانند به بختیار قلندرov. اولین اشتراک دسته رگارتا دست این با اولین جام تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی روز می آید دوستان عزیز که با دسته پامیر رگارتا دست بازی کرد. اولین فینال جام تاجیکستان که دسته پامیر به حساب 1-0 سال 1992 پیروزی خود را به دست آورد.
سفرمند غفار از مبخش بیرون برآمد دوستان ارجمند. این زمان دروازه او خالی است در مرکز میدان. توپ را میگیرن فوتبال بازان ریگارد دست. قاعده بازی برای نشد. دست میتونه هم برای ادامه داد پاس و توپ اینجا از میدان بیرون میشود یا نه؟ ضربه کنجی هم نخواهد بود. بختیار قلندرов ضربه او و همین طریق دوستان ارجمند تمام صداشتگی داور بلند میگردد. 100 دقیقه این بازی را ما شما تماشا کردیم و در این دقیقه دسته ریگارد دست غلبه خود را به دست آورد. اولین مراتبه دسته ریگارد دست بعد از سال 2012 یعنی پس از گذاره 12 سال در جام تاجیکستان پیروزیش را به دست آورد و همین طریق ریگارد دست غالب جام تاجیکستان در سال 2024 می شود. ریگارد دست آن دسته میگردد که روخت میگیرد و لیگ دوم لیگ چمپیون یعنی با لیگ چمپیونو دو در موسم 2025-2026 ریگارد دست جایزه را میگیرد. ریگارد دست روخت را میگیرد و ریگارد از مبلغ جایزه با مقدار 60,000 سومونی را به دست میارد. همه این البته با شرافت زیندین رحیموف دوستان عزیز مربی این دسته که باز همین تیم را به پیروزی رساند و اینجا هم خرسند هستند. هم آقای ولی دولتوف دیرکتور دسته و هم زیندین رحیموف و دیگر نفرانی که در استاد مربیان قرار دارند در دسته ریگارد است. همه اینها خرسند میباشند چون ریگارد است توانست اینجا پیروزی خود را و دست آورد. البته اینجا باید گفت که بازی از آغاز خیلی جالب بود. دیدنی صورت گرفت و دسته ریگارد است در نهایت کار توانست با حسابی 2-1 پیروزی خود را به دست دارد. سراول اونجا تونی بیکاتال هفتگال زد یعنی اشتباه توپ را وارد دروازه دسته خود کرد در ضربه کنجی ریگارد است و بعد از آن بود یک ضربه دیگر کنجی بود که اون را با گل خود اکوادو فریمپونگ جنباز کرد و او حساب رقابت را 2-0 نمود. حملهگری دسته ریگارد است و بعدا باشد توانستند بازیگران دسته خود جان به زدن گل شرفیاب بگردند. اونجا پنالتی بود که پنالتی را فیروز قرایف توانست با گل انجام بده. در نیمه دوم هجوم‌های دسته خود جان خیلی زیاد بودند. بعدا یک بازیگر اونها مؤلف گل فیروز قرایف سرخ گرفته از میدان رانده شد ولی نوبت از این حمله‌های خود جان خیلی زیاد بودند. اما ریگارد است در خط دفاع نشست. در نیمه دوم اونها با قصد نگاه داشتن حساب رقابت نمایی کردند و توانستند حساب را نگاه بدارند. حسابی که در نهایت اونها را قهرمان کرد. حسابی که 2-1 است و این حساب با اونها امکانیت فراهم می‌آورد تا جام را بر فراز سر خود اونها بلند بردارند. البته در همین میدان مراسم جایزه سپاری پس از چند لحظه شروع خواهد شد و غالبان جایزه خود را میگیرند. اشتراکچیان فینال باشند مدال های نقره.
خب دوستان عزیز و مخلصان سرشمار فوتبال، این همه حالت‌های بودند، حالت‌های خوفناک و لحظه‌های اساسی در جریان رقابت فینالی جام تاجیکستان 2024 و این زمان همه چیز برای مراسم جایزه سپاری آماده است. پیش از این ما می‌گذاریم با استودیو مرکزی تلویزیون ورزش که در آنجا بابا خلمرزاده همراه با کارشناس همیشگی موضوعی بابویف با مربی شایسته تاجیکستان قرار دارند تا اندک این بازی را بحث کنند و بعداً باز برمیگردیم ما با مراسم جایزه سپاری. بابا سر میکنیم. جایزه سپاری همیتی یا که نه؟ Wonderful play from Al Gharafa, who come out of the trap, flying in the جایزه سپاری آماده شوند. برای تقدیم جایزه ها به صحنه مهمانان فخری دعوت کرده بشوند. نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف، کاتب گنرالی فدراسیون فوتبال تاجیکستان فرقت. دوستان ارجمند، اکنون همه چیز آماده است برای شروع شدن مراسم جایزه سپاری و مهمانان فخری جام تاجیکستان هم اکنون دعوت کرده می شوند که اینها البته نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف، باز اینجا دبیر کلی فدراسیون فوتبال مملکت فرقت احمدجانov و نفران دیگر قرار دارند که آهسته آهسته سرول البته مهمانان فخری دعوت کرده می شوند، اونایی که جایزه ها را تقدیم میکنند، مدال ها را تقدیم می نمایند و بعد از این جایزه انفرادی تقدیم کرده می شوند، یعنی همان طوری که در مسابقات دیگر همه این چیز دیده می شود. سرول با داوران، بعدا جایزه انفرادی این فینال این مسابقه و بعدا مدال، یعنی بعدا جایزه های دستاوی. خوب و همکنون پیش از همه داوران دعوت خود را پیدا خواهند کرد که جایزه ها را با هیئت
و همین طریق دوستان ارجمند هیئت داوران صاحب جایزه خود خواهند شد. در بازی امروزه من خود رسا میکنم که سعید جان زنیدینوف بازی را حکمی کرد و با او کمک رساند خسرو صدیقزاد، جورابک صادقов، بختیار کامilov بعداً در حجره وار همچنین قرار داشتند دستکار نجف علیف، شریفبek نورالدینов، باز غیر از این ابوبکر محمدов هم در حجره ویدیو داوران بود و اکنون آنها صاحب جایزه خود میگردند که در رقابت امروزه توانستند بازی مذکور را حکمی بنمایند. خوب از نگاه داوری هم بازی خوب برای سعید جان زنیدینوف جریان گرفت در حالتی که پنالتی را تعیین کرد. بعد مشاهده کرده شد که دروازه‌بان ریکاردو از موقعش بیرون برآمد، از سر نب اون پنالتی را ماند تا عدالت تنتنه کند و در لحظه دوم هنگامی که به نزد توپ آمد فیروز قرایف و او همون پنالتی را با گل انجام داد نتوانست. خوب اکنون این نفرانی که بازی را قضاوت کردند صاحب جایزه خود شدند. بهترین بازیگری رقابت فینال و اکنون بهترین بازیگر رقابت فینال دوستان ارجمند کی خواهد شد؟ از دیرکتوری گنرالی لیگ فوتبال تاجیکستان سایوالی دانیارزاده دوستان ارجمند این جایزه را میسپارد. بهترین بازیگری رقابت فینالی یک ایکس بت جام تاجیکستان از دسته ریگار تداس. بله کواد و فریمپونگ دوستان عزیز، کواد و فریمپونگ دوستان عزیز، او بهترین بازیگر این رقابت است و به یگان شک و تردید البته خیلی ارزنده هنرنمایی کرد. گل غلب‌آور او به هدف رساند و گپ حتی اینجا نه تنها سر گل فریمپونگ میرود. او در مجموع در رقابت امروزه در سطح اولی بازی کرد، در مبارزه ها چگونه بود و عموما بازی دسته ریگار تداس خوب بود. با پاس کوتاه و میانه به هجوم میگذاشتند، در خط دفاع هنگامی که لازم بود در قسم دوم رقابت در سطح اولی بازی کردند و توانستند در نهایت پیروزی خود را به دست آورند و یکی از سبب‌های اساسی پیروزی آنها کواد و فریمپونگ شد که جایزه بهترین بازیگر رقابت فینالی را به دست می‌آورد. دسته برنده مدال‌های نقره. خب اکنون دسته خوجند که جای دوم را در مسابقه مذکور را به دست آورد در جام تاجیکستان، آنها دعوت کرده می شوند برای گرفتن مدال های نقره دوستان ارجمند و آهسته آهسته پیش از همه کاپیتان دورجان ارگاشف و بعد از اون نفران دیگر و منبر فخری می‌آیند برای گرفتن مدال های نقره مسابقه. دسته خوجند هم بسیار خوب تلاش نمود تا به همین فینال رسیدن. شاگردان رستم خوجایف مبارزه خوب بردند، دسته روشن را که سال گذشته در فینال بود شکست دادند. بازی یکم 0-0، بازی دوم 1-0 و این دسته توانست پیروزی مهمی خود را به دست آورد و راه پیدا کند به فینال. که در فینال البته وقت برای این تیم نخندید و دسته خوجند با مغلوبیت دچار شد. مبسته از این اونها صاحب و سزاوار زینه فخری گردیدند، زینه دومی این مسابقه یعنی جام تاجیکستان که هر یکی از اونها هم اکنون با مدال‌های نقره سرفراز گردانیده می‌شوند. هر یک بازیگر دسته تا آخر کوشش نمود تا بازی را نجات بدهد و فرق دو گل که تو دقیقه 20 ملکه فوتبالبازان ریکارد است آن را به دست آوردند. تلاش آن بود تا همین فرقیت از بین برده شود، ولی این فرقیت را از بین بردن خیلی مشکل بود. کوشش کرد دسته خوجند یک گل را هنوز در قسم اولی رقابت به ثمر رسانید، ولی برای زدن گل نوبتی هرچند تلاش خیلی زیاد بودند بازیگران ریکارد تداس در خط دفاع با یک اووری توپ بازی را پیش بردند و با در نظر داشتیم که
یک بازیگری دسته خوجند با کارت سرخ جزا داده شد. کار این دسته تا نوزه دشوارتر هم گردید برای زدن گل نوبتی. خوب رستم خوجایف همچنین صاحب مدال خود میگردد. خوب چون دسته مذکور سال 2021 پیروزی را در مسابقه به دست آورد، اکنون بازم به فینال برآمد، ولی این نوبت در فینال دسته خوجند با مغلوبیت دچار گردید و اکنون مغلوبیت های دسته مذکور در فینال 4 هستند. 9 اشتراک، 5 غلبه و 4 باخت. خوب اکنون دوستان ارجمند قهرمان ها دعوت کرده می شوند. پیش از دعوت کردن قهرمان ها البته باز اون مبلغ جایزه‌ای که اشاره کردیم و گفتیم اونم تقدیم کرده خواهد شد. دسته رگر تداز دوستان ارجمند غالب فینالی جام تاجیکستان و اونها اکنون دعوت کرده می شوند برای گرفتن همین جامی که دستای زیاد برای اون مبارزه بردن، ولی در نهایت تنها یک دسته قهرمان می شود و این دسته این سال دسته رگر تداز می شود. هر یکی از این بازیگران با مدال طلا قدردانی کرده می شوند. امروز خنده در لبان هر یک فوتبالبازی دسته رگر تداز هویدا خواهد بود. بعد از اون ناکامی‌هایی که دسته مذکور در فینال های اخیر داشت در خود همین مسابقه در جام تاجیکستان، گفتیم که چگونه این دسته سال 2019 شکست خورد، سال 2018 اونجا هم از استقلال مغلوب گردید. قبل از آن 2015 2014 2013 در همه این سالها اونها با باخت روبرو گردیدند. یعنی متوجه شوید که در 5 فینال اخیر دسته رگر تداز 5 فینال اخیر که با اشتراک رگر تداز بودند، در اونها رگر تداز با شکست روبرو گردید و اگر در فینال ششم اونها مغلوب می‌گردیدند این واقعا خیلی و خیلی بد میشد برای دسته مذکور. ولی بعد از که دسته مذکور در 5 فینال اخیر داشت در جام تاجیکستان، در نهایت رگر تداز پیروزی را به دست میارد و این نوبت بعد از گذر 12 سال که بار اخیر سال 2012 رگر تداز استقلال را در فینال شکست داد، بعد از گذر 12 سال سال 2024 دسته رگر تداز غالب این مسابقه یعنی غالب جام تاجیکستان میگردد و البته همه استادی مربیان و مسگران دختران دسته و عموما هر یک نفری که با دسته رگر تداز ربط دارد در این پیروزی نقش خود را بازیده است، ولی نقش اساسی را همین نفر زیندین رحیموف بازید. دوستان ارجمند که دسته مذکور را تا به قهرمانی در مسابقه مذکور رسانیدن توانست. اکنون همه بازیگران رگر تداز و همه استاد مربیان صاحب مدال‌های خود گردیدند، از جمله همکار ما پرویز محمد امین او هم با مدال طلا قدردانی کرده می شود. اکنون امکانیت هست برای اون تو رگر تداز صاحب جایزه اساسی بگردد، صاحب جام بگردد که ماز برای همین جام مسابقه در موسم جاری بود. اکنون رگر تداز در مسابقه فراق‌آوری تاجیکستان را نمایندگی خواهد کرد و البته باز فوتبالبازان نو حتما دعوت کرده خواهند شد، اون فوتبالبازانی که سطح لیگ چمپیون‌ها باشند. خوب جام تقدیم کرده می شود دوستان ارجمند با دسته رگر تداز و همه خرسند هستند دوستان ارجمند. کلی رگر تداز، کلی مخلصان، کلی فوتبالبازان این تیم خرسند هستند از آن که جام را به دست آوردند و دسته رگر تداز غالب جام تاجیکستان در سال 2024 دوستان ارجمند تبریک و تهنیت میگوییم هر یک نفری که در این دسته کار و فعالیت میکند، هر یک مخلص این دسته را، هر یک فوتبالباز این دسته را و هر یک نفری که دسته رگر تداز را دستگیری میکند. من گلروز خانواده‌زاده بودم، با شما که این بازی را تماشا کردم. تا بازی نوبتی خیر خوش میکنیم. خیرتان صحت و خانواد باشید.